برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و گرامی، خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. شام شما بخیر باشد، هرچند که امروز بخیر نیست، هرچند که امروز از تاجیکستان بوی خون می آید، هرچند که امروز تیر رژیم به سوی مردم، سلاح رژیم به سوی مردم نشان گرفته است و تیر رژیم به سوی مردم زده می شود و علاکه کشته هم داده ایم و علاکه زخمیان هم داریم. و حالا حاضر اکثریت بلاگرها و اکثر رسانه های مخالفین برنامه های خود را در این باره دارند و مردم در این برنامه ها حضور دارند و پیگیری کرده ایستادند. به هر حال تماشابینان عزیز، امروز روزی است که بار اول نیست که خون مردم شرفمند بدخشان از جانب همین رژیم ریخته می شود. امروز روزی اول نیست که اینها نقشه میکشند، تنگ و توپ و تفنگ میبرند به خاروخ، از کوهها ایستاده مردم را نشان میگیرند و هر وقتی که لازم شد به سوی مردم تیر میکشایند. تجربه که پیدا کردند طول این 10-12 سال اخیر، طول این 10-12 سال اخیر چندین بار به مردم شرفمند بدخشان اینها هجوم کردند، تانک و تیر و توپ و تفنگ بردند. چندین بار شدین، یک بار دو بار هم نیست. و این برای چی است؟ برای آن است که اینها امروز میخواهند مردم سربلند بدخشان را سرکوب کنند، مردمی که تا به حال به این رژیم گردن نداده است، به این رژیم سر نفرآورده است و از رژیم دیده به شخصیت‌های خودش، به کماندان‌های خودش، به لیدرهای خودش بیشتر گوش میکند، همین مردم بدخشان است. و این را رژیم دیدن نمیخواهد و رژیم کوشش میکند که هرچی زودتر و هرچی پیشتر باید این مسئله را حل کند و طبق همون نقشهش مانند منطقه های دیگر که همه را سرکوب کرده است و آخرین منطقه رشت، مردم شرفمند منطقه رشت سرکوب شدند و حالا همین بدخشان مانده بود که باید سرکوب شود و باید هر که صدای بلند دارد صدایش خاموش شود، به دهانش مهر زده شود، هیچ یک صدایش نباید برآید و هیچ یک صدای مردم باید شنیده نشود. یگانه نقشه و یگانه برنامه حکومت امروزه، رژیم امروزه همین است. یگانه برنامه همین است که هر کجای مردم سربلند دیده شد و هر کجای صدای مردم شنیده شد و هر کجای یک صدای اعتراضی بلند شد باید سرکوب شود، باید سرکوب شود، هرچند در نتیجه ریختن خون به میان می‌آید. این باید مردم سرکوب شود. یگانه شعار اینها همین است. امروز حادثه را دیدید؟ حالا خبرهای آماده ایستادند که بدون هیچ یک استحاله، بدون هیچ یک اندیشه سوی مردم در خاروخ تیر کشاده شده است. سنایپریست ها به کوه برآمدند، سنایپریست های رژیم به کوه برآمدند و حتی یک نفر نوشت که به افسرانی که فرستاده شدند، امانس هایی که فرستاده شدند باور نکرده از دوشنبه یک گروه مخصوص برای سرکوب کردن تظاهرات فرستاده شده است که اینها سرسپردگان رژیم هستند و هیچ رحم و شفقت در اینها وجود ندارد و هر نفری که
سر بالا کرد باید به سویش اینها تیر خالی کنند و نابود کنند و اینها به اطراف کوههای اطراف خاروغ علاقه کمین گرفتند، در بین مردم جا گرفتند، در بین تظاهرگران جا گرفتند، در بین پلیس ها جای گرفتند، در بین امانس ها جای گرفتند و میگویند که امانس هایی که عقب نشینی کردند، پلیسی که عقب نشینی کرد، آنها باید جزا ببینند و آنها باید به قید گرفته شوند که کیها در آنجا عقب نشینی کرده ایستاده است، کیها دلش نشده ایستاده است که به سوی مردم تیر کشاید وقتی که فرمان می شود، کیها درباره مردم را سرکوب کردن اندیشه های غیر گفته ایستادند، فکرهای دیگر گفته ایستادند، پیشنهادهای دیگر کرده ایستادند، باید به قید گرفته شوند. این خیلی حالت را به وجود آوردند. اما خیستید که خوابید دیگه این راه نمی رود در هیچ جا. حالا پیش از آن که برنامه را آغاز کنم بید تماشابینان عزیز نوار را تماشا میکنیم، بعد از آن برنامه را ادامه میدهیم. خاروغ نزد بینای حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان برخی از ساکنان شهر خاروغ و ناحیه‌های شغنان و راشد قلعه تظاهرات برپا کرده‌اند. همایش اعتراضی بر پی کشته شدن یک ساکن دهه‌ای تودیم ناحیه راشد قلعه گلبدین زیابکوف ظهر امروز صورت گرفته است. مقامات رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان تا کنون این حادثه را شرح نداده‌اند. اما خبرگزاری دولتی خاور با تکیه به مرکز مطبوعاتی دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر می‌دهد که 25 نوامبر سال 2021 ساعت 11:30 ساکن دهه تودیم ناحیه راشدقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان زیابکوف گلبدین زیابکوویچ سال تولدش 1992 که برای صادر کردن جنایت در کافتوکاو رسمی قرار داشت، هنگامی عملی نمودن چاره‌بینی‌های فوری عاید به بازداشت نمودنش بر ضد کارمندان حفظ حقوق مقابلت مسلحانه نشان داده از پیستولت تمغه مکارف که غیر قانونی در اختیارش قرار داشت آتش کشاد. در نتیجه آتش جوابی جنایتکار زخمدار شد. در همین حال خبرگزاری از پیولوس با رسانه‌ای کردن خبری تظاهرات در خاروغ می‌نویسد که مقامات رسمی و قدرتی ولایت مختار کوهستان بدخشان تا کنون نه حادثه کشته شدن زیابکوف و نه اعتراضی برخواسته بر پی آن را شرح نداده‌اند. تلاش ها برای به دست آوردن اطلاعی رسمی از حکومت ولایت و ریاست کارهای داخلی ولایت تا زمان نشر خبر به نتیجه انجامیده است. با اطلاع منبع مردم جسد گلبدین زیابکوف را گرفته به مرکز شهر خاروغ به نزد بینای حکومت آمده اند و از حکومت طلب دارند که به نزد اعتراضگران برایند. اما تا کنون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزانباد به نزد اعتراضگران نبرآمده است و اعتراض همچنین ادامه دارد. در همین حال در خبر نشر کرده خاور سخن تنها از زخمی شدن زیابکوف می رود، ولی در خبری از پیولوس گفته می شود که مردم جسد گلبدین زیابکوف را گرفته به مرکز شهر خاروغ به نزد بینای حکومت آمده اند. گفته می شود گروه از دسته تعیینات مخصوص یا آمانی وزارت کارهای داخلی برای پراکنده کردن اعتراضگران به مکان اعتراض آمده اند، اما هرچند به هوا تیر خالی کرده اند ولی موفق به پراکنده کردن اعتراضگران نشده اند. طبق معلومات رسانه‌ای شده حالا راه به شهر خاروغ از همه سمت‌ها بسته شده است. تماشابینان عزیز، چنانه که شنیدید حالت نه به آن حد است که نه به آن حد ساده است که ما میاندیشیم. به نهایت وضعیت وزدید است. حالا ببینید این یک حالت ننگین است. بعد از این خبر پامیر دایلی خبر داد که به سوی تظاهرگران تیر کشیده شده است، 1 نفر کشته شده است و 5 نفر زخمی شده اند. حالا در این باره گپ میزنیم. ببینید همین تاجیکستان عین زمان رئیس جمهور دارد یا نه؟ رئیس جمهور دارد یا نه؟ ببینید همسایه ما قرقیزستان
چند بار رئیس جمهورش عوض شد. همین بار آخر پیش از این صدر جپاروف کی بود؟ سورونبای جینبیکوف. وقتی که در قرغیزستان در بشکک مردم به تظاهرات دست میزند، استعفای رئیس جمهور را طلب میکند و ایده هم به خاطر نارضایت از سیاست دولت دست به تظاهرات میزنند. بعد از چند وقتش سورونبای جینبیکوف به استعفا رفت. به استعفا با همین عملکردش رئیس جمهور قرغیزستان کشورش را با گمان غالب از خونریزی و شاید حتی از جنگ شهروندی نجات داد. حالا ببینید شما در بالای کوه برآمده رفته ایستاده، سوی مردم کمین گرفته اید و سنایپریست ها را فرستادید، به همین تمام شما مردم را ترساندید. می خوابتان را با آب گویید. ببینید وقتی که خون مردم جوشید، کاسه صبر مردم لبریز شد، دیگه پیش راه این را گرفته نمی شود. خیرتمند کسی است که همین را درک میکند. انا همین را سورونبای جینبیکوف در حال درک کرد، در حال به استعفا رفت تا اینکه خون مردم ریخته نشود. ببینید از کلیدی ترین جمله های آمده در بیانیه اظهارات رئیس جمهور قرغیزستان هم این بود که گفته بود نیروهای نظامی برای حمایت از اداره های دولتی به سمت تظاهرگران باید تیر خالی نکنند، چون که در این صورت خون میریزد. این قابل قبول نیست. سورونبای جینبیکوف گفته بود که من هم از جانب نظامیان هم از جانب مردم دعوت میکنم که به فتنه داده نشوند. جینبیکوف در این بیانش ببینید نه تنها از مردم دعوت کرد که مبادا قدم فراتر از اعتراضات مسالمت‌آمیز بردارند و کار به خونریزی کشیده شود، بلکه از نیروهای نظامی طلب کرده بود که به هیچ وجه به سمت مردم تیر نکشایند. به هیچ وجه به سوی مردم تیر نکشایند. حالا ببینید این کسی پدر لعنت تیر کشاده کی بود به سوی مردم خارق؟ این ناخلف کی بود؟ این بیرحم کی بود؟ پدر داشت، مادر داشت، خواهر و برادر داشت یا نه؟ یا از کدام غار برآمده آمده بود؟ در وجودش دل داشت یا نه؟ از همه مهمش چرا رئیس جمهور تاجیکستان به این اجازه داد که در خاروق به سوی مردم تیر کشاده شود، حالا که در همین کشور همسایه‌اش که حالا به تاجیکستان گپ نمیهد؟ تاجیکستان 10 میلیون است، قرغیزستان 6 میلیون. در همین کشور همسایه‌اش چند بار پرزیدنت عوض شد و همین پرزیدنت سورونبای جینبیکوف که چند بار با همین امامعلی رحمان گفته شنید کرده است، در یک جا نشسته است، ملاقات کرده است، گفت که برای پیشگیری از خونریزی حتما استعفا میدهد و راضی نیست که خون یک نفر ریخته شود. ببینید جینبیکوف چی گفته بود؟ پرزیدنت سابق قرغیزستان چی گفته بود؟ گفته بود که من به کرسی چنگ نزدم، نمیخواهم در تاریخ قرغیزستان همچون رئیس جمهوری که خون مردمش را ریخته است و به سمت شهروندان خودش تیر انداخته است باقی میمانم. در تاریخ این خیل ماندن نمیخواهم. گپی جینبیکوف را شنیده ایستادید؟ حرفای جینبیکوف را شنیده ایستادید؟ میگه که من در تاریخ این نفری که به سوی مردمش تیر کشاده است این نفر بودن نمیخواهم. من نمیخواهم که در آینده تاریخ مرا چنین نفر
یاد کند. ببینید از همین آخرین باره که این گپ ها را گفت و استعفا داد، از همین پیش هم به خاطر پیشگیری از خونریزی و به خاطر پیشگیری از شروع نیزای خونبار ژینبکوف همین نامزد مخالفانش صادر جباروف را به کرسی سروزیری تصدیق کرد. یعنی صادر جباروف پرزیدنت حاضره. ولی وقتی که تصدیق حکومت نو از سوی رئیس جمهور وضع را معتدل نکرد و تظاهرگران استعفای بی‌تأخیر ژینبکوف را طلب داشتند، او صلاحیت های رئیس جمهوری را از دوشش رها کرد. اوی تاجیکان چند سال باز استعفای رئیس جمهور را طلب میکنند؟ چند سال باز استعفای رئیس جمهور تاجیکستان، استعفای امامعلی رحمان را طلب میکنند؟ چند سال باز؟ گوش دارد یا نه این جنور، این مخلوق خدا گوش دارد یا نه؟ وقتی که حالت به این آمد، ژینبکوف از سروزیری تازه تعیین شده صادر جباروف حاضر پرزیدنت قرقیزستان دعوت کرد که طرفدارانش را بازپس گرداند و زندگی مردم را ناآرام نکند، زندگی مردمی بیشکک را. حالا این از خود دوشنبه به خاروق گروهی مخصوص فرستاده است تا اینکه مردم خاروق را بکشند. با فرمان مخصوصی انمی خود امامعلی رحمان فرستاده شده است. به کجا؟ به خاروق. تمام اطراف خاروق بسته شده است و هیچ یگان نفر به خاروق در آمده برآمده نمیتونه. ببینید رفت سورونبای ژینبکوف نمرد که حالا درباره استعفای امامعلی رحمان گپ زنید میگن جنگ میخواهید، با خونریزی میخواهید. اوی سورونبای ژینبکوف رفت، جنگ شد، قیامت قایم شد، هیچی نشد. یک نفر سورونبای ژینبکوف چند سال در کرسی پرزیدنتی شیشت؟ چند سال؟ 51% امامعلی رحمان نه، لیکن تصورات، فهمیش، مدار سیاسی، فرهنگ سیاسیش 10 برابر بلندتر از فهمیشی درکی امامعلی رحمان بوده است که در حال وضعیت را درک کرد. حالا ببینید استعفای رئیس جمهور یک امر است که در تاجیکستان حتی تصورش در سر مردم جای نمیگیرد. ببینید گفته مرد مردم. استعفات به استعفا را و همین مردم مهاجر بیچاره خصوصا 3 سال اخیر به استعفا برفت. نه، این هر جایی که استعفای این را طلب میکند و هر جایی که ناراضی است و هر جایی که سیاست این را قبول ندارد باید خونی آن را بریزد، باید خونی آن مردم را بریزاند، باید آن مردم را بکشد. کمترین دعوت یا اشاره به استعفای امامعلی رحمانوف از کجای این صدا برآمده باشد به مردم همان منطقه مصیبت بار تمام می شود. مصیبت بار. حالا ببینید این حادثه ها برای چی روی داده ایستادند؟ این حادثه ها برای چی روی داده ایستادند؟ برای آن که چند وقت پیش این آگاه کرده بود که به این احمقی های من شما کاردار نشوید. کاردار شدید من جواب شما را به جوابگری میکشم. حالا ببینید یک نفر احمقش میرود به جای آن که خدمتش را بکند، به جای آن که وظیفه اش را اجرا کنند میرود به دختر مردم گپ میپرتاید.
جنگ از کجا سر زد؟ از کارمند مقامات. کارمند مقامات میرود به یک دختری خاروغی گپ میپرتاید، پیش راهی او را میدارد چندین مراتبه. وقتی که او به والدانش به خویشاوندانش مراجعت میکنند، میگوید این مقامدار میگوید فقط پیش راهی مرا میدارد، در مرا شرم میداراند، مرا مستر میکند. بعد خویش تبارانش چرا اندیشه میکنند که تو مقامدار بوده‌ای، به تو اجازت بوده است پیش راهی دختری مردم را بگیری، او را در نزد دیگر یار دوستانش دوگانه هایش مستر بکنی، به تو اجازت بوده است، اما تو را جزا دادن اجازت نیست. باور کنید مردم وقتی آن رسیده است که به قریبی در کجا بود خوندم، جمهوری پاکستان قانون برآورد که هر نفری که به زنا متهم می شود، به چشمالا کردن به دختری مردم متهم می شود، اخته کرده شود. حالا وقتی همین رسیده است، همین در دل خود جا همین پرکرور است، میلیسه هست، فرق ندارد، همین به دختری مردم چشم انداخت، همین برده اخته کردن در کار است، اخته کرده سر دادن در کار است، زبانش برده پرستان در کار است، دیگه گپ زدن نتواند. در هر گوجه همین پرکرور هست، میلیسه هست، کارگر امنیت هست. دیدی که به دختری مردم چشمالو کرده ایستاده است، حالا زدن چی؟ هم تو زده سر دادن چی؟ برده اخته کرده پرستان در کار است. دیگه اینگش نمیبرد، ملچوله کرده میگردد، میونه خم کرده. دختر بیند سرخ بشود دیگه. حالا زنی خانهش به دیگه دستش نمیرسد. دخترچه خانه میشد بعد. سونی میفهمد. به اینا کی اجازه داده است؟ کی اجازه داده است که اینا در کجای خواهند چیکار خواهند کرده گردند؟ به ناحیه ها فرستاده میشوند، کوشش میکنند هر دایم در سر راه باشند، ماشین دارند، به دخترها گپ پرتایند، چون که اینها در سر قدرت هستند. ببینید برای چی اینها به این درجه آمده رسیدند؟ به ملال به دختر مردم گپ میپرتایند، سر راه دختر مردم را میگیرند. برای چی این خیل است؟ برای اون که رئیس جمهورشان 30 سال باز ایستاده است، همین کرسی را محکم کرده، کنش چسبیدگی به کرسی. اینها هم فکر میکنند که در اینجا بی‌ادبی کردن به جای دیگر میفرستند، جایش را از دست نمیدهد، وظیفه از دست نمیرود، فقط حتی اینجا هست، اینجا را خونی مردمش را میمکد، دخترانش را تجاوز میکند. بعد از اون که یگون خیل همین خیل غلاغله به میان آمد، جای دیگر میفرستد، ناحیه دیگر میفرستند. جنابشان در تاجیکستان که فرهنگ اصلاحات کادری وجود ندارد، جای وضع کنی کادرها وجود دارد، تغییرات کادری وجود دارد، تغییرات کادری، تغییر جاهاش رو تغییر میدن تمام. خب به رئیسشان ممکن بوده است، به قطاری ها ممکن نمی. در تاجیکستان اصلا فرهنگ استعفا نیست، اصلا فرهنگ استعفا نیست. ببینید تو امروز همین به استعفا رفتگی ها کی هستند؟ همین های هستند که به نفقه بر آمدند یا که یکون بیماری کروناشویان شدند، دیگه تمام. حالا ببینید نه تنها وزیر کبیر، حتی رئیس ناحیه یا رئیس جماعت در تاریخ تاجیکستان به استعفا رفتنش را ما در یاد نداریم. نمیرود اینها، همیخیل جایش را عوض کردن میگیرد. همیخیل همش جنایت کار، اینها همش جنایت کار. انا همیخیل جای رود دختری مردم را تجاوز میکند،
خون مردم رو میمکد، مردم رو شکنجه میکند. باز اینها به هر یک ناحیه رفتن با دخترهای سبکپوی همونجا یک بند میسازند. دخترهای سبکپو رو به شکار میفرستانند، اونها میروند مردکای بیرهه را شکار میکنند، بعد به اینها زنگ بزنند فلانیش را گرفته به فلان دشت آمدم بیا. اینها میرن او بیچاره را به دست درازی، به زوراوری متهم میکنن، میبرن محکم میکنن، در بازداشتگاه نگاه میدارن. پولدارهای احمق را انمی خیل آنها پولشان را زده میگیرن. پولدارهای احمق را انمی خیل. برای چی این خیل است؟ برای آن این خیل است که میداند که این احمق ها جنابش در جایش ایستاده است، اینها را هم در جایش میدارد. نیمی از بودجه کشور را زده، دزدیده، خانه بنا کند، قصر بنا کند، کشک بنا کند، ماشین های پرقیمت خرد. میگوید حیفا که جوانی ده، اگر نه 10 سال 15 سال میبردم به زندان میشیناندن. بشه تمام خلاص. با میرود در یک جای دیگر کار میکنه. منه پسرش رستم اموملی استمزاده مشرب رو از ناحیه سینا برکنار کرد، رفت در خوجان به جای دیگر وظیفه دار شد، مسئول شد، به وظیفه دیگر صاحب شد. همین خیلی چقدر است؟ همین خیلی. حالا من فکر میکنم یادگار فیضوف سابق رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان برای چی از وظیفه رفت؟ برای آن که فکر میکنم به انا همین خونریزی راضی نشد، یک امنیتی رو برده ماندن، یک کارمند افسری امنیت رو برده ماندند. به خاطر آن که یادگار فیضوف به انمی خونریزی راضی نشد، فکر میکنم به همین خاطر او را گرفتن از وظیفه و بردن به جایش ماندن. یادگار فیضوف جرأت میکرد پیش از آن که از وظیفه گرفته شود استعفا میداد. میبرامد اعلام میکرد که من استعفا میدهم، برای اینکه از من همین خیلی طلب کرده ایستادند که من خودم خون مردم خودم رو با دستان خودم بریزانم. ببینید خبرها رو خواندید، همین یادگار فیضوف بود که همین حادثه که همین بدبخت کارگری مقامات انتظامی کرده است، سری راه دختر خارقی را داشته است، بدخشانی را داشته است، کدام دیه بود؟ فکر کنم رشتقله بود داشته است و به او گپ پرتافته است و اینها را آورده آشتی میدهد و این کار را تنجی میکنند. لیکن وقتی که رئیس ولایت نو بشود، این پرونده را باز از سر نو میگیرند و چیکار میکنند؟ باز از سر نو این مسئله بیدار بشود و نهایت کار همین است. حالا ببینید اینها شعارشان چی است؟ ما میدونیم با خون آمدم با خون میروم. این 20 سال پیشنگی گفت. 20 سال پیش من همین جنابشان گفته بود که با خون آمدم با خون میروم. شاید این خونریزی هایش این باشد که همون شعارش رو اجرا کرده ایستاده است، لیکن به این گپش مردم اول باور نمیکرد. اول مردم به این گپ های اموملی رحمان باور نمیکرد. فکر میکرد مردم که حتما در تاجیکستان قانونمندی غلبه میکند، در تاجیکستان مردم این باور نبود که واقعا همین گپ های اموملی رحمان عملی می شود و اینها با خون آمدن حتما تا خون مردم را نریزانند نمی روند. اما حالا
آهسته آهسته مردم هم به این باور رسید که واقعا این رژیم خونخوار است و واقعا درست هم میگفته است که با خون آمده است و بدون خون ریختن رفتنی نیست. مثال روشن همین حادثه امروزه خاروق است. ببینید پایگاه خبری پامیر دیلی اطلاع داد که مقامات قدرتی تاجیکستان به سوی تظاهرگران در خاروق آتش کشیدند. آتش. طبق نوشته همین پایگاه بر اثر این تیراندازی حداقل 5 نفر مجروح شدگیند، 1 نفر الکی به قتل رسیده است. حالا طبق همین خبر اینترنت در خاروق قطع کرده شده است و علاقه با ساکنان غیر امکان می باشد. ما حرکت کردیم، واقعا درست است. با چند نفر مردم خاروق که ما رقمشون رو داشتیم زنگ زدیم، به ما میسر نشد که با آنها تماس داشته باشیم. حالا ببینید این فقط این یک نه. قبلا همین پایگاهی پامیر دیلی نوار مناقشه تظاهرگران با نظامیان نقاب‌پوش و در کوه‌ها کمین گرفتن نیروهای نظامی را نشر کردگی بود. حالا نوارش را کوتاه دیدید که به کوه چخیل وای کرده ایستادند. همین حادثه چند سال پیش هم روی دادگی بود. وقتی مردم تظاهرات برپا کردند، رژیم بلا فاصله با آنجا ارتش و تنگ توپ و تفنگ فرستاد. مردم را کشت. حالا وقتی دیدن که خونی مردم بیشتر ریخته می شود، یک کمتر خودی همین مردم بدخشان هوشیاری را کار فرموده پیش این خون ریزی زیاد را گرفته بودند. و سال گذشته در همین باره فرهنگ استعفا در همین باره یک برنامه داشتیم و در همون جا تخمین زده بودیم که این رژیم یگان میده طلبات حقوق بنیادی و دموکراسی را قبول ندارد. آی مردم، 1 سال پیش گفته بودیم همین که مردم دست به تظاهرات زدند، به خاطر ترسانیدن امامعلی رحمان دست به کشتار دوباره مردمش خواهد زد. همچنان که 28 سال پیش با تانک و توپ بیگانه وارد پایتخت کشور شده خونی هزاران نفر را ریخت. این خونریزی ها به خاطر چی است؟ ترسانیدن به خاطر چی است؟ ترسانیدن از جانب ترسک ها می شود. یعنی ترسک فکر میکند که دیگران هم می ترسند. دیکتاتورها خیلی خیلی ترسانچک می شوند. و همین امامعلی رحمانوف یکی از آنها است. همین که مردم به پا خیست، همان لحظه امامعلی رحمان با فرزندان و نبیره‌هایش با طیاره آماده کرده‌اش رو به گریز می‌نهد. گریخته می‌رود. حالا تماشابینان عزیز، همین حالا باور دارم امامعلی رحمان الکی بغاجش آماده شده است. همین وقتی که مردمی خاروق و تظاهرات برخواستند، امامعلی رحمان نفرانی که وارد استودیو شده هستند خواهش میکنم آنها را پیوست کنید. وقتی که در خاروق تظاهرات به میان آمد، الکی امامعلی رحمان بغاجش را میبندد. هر دفعه همین خیلی است. یک بار بغاجش رو میبندد، یک بار درون بونکر میدراید. شاید حالا بغاجهایش بستگی در داخل بونکر است. اگر از این تظاهرات مردم خاروق، مردم دیگر منطقه ها، مردم دیگر ناحیه و ولایت ها الهام گرفته به میدان بریزند، جرأت مردم شرفمند بدخشان در مردم سغد و ختلان اگر پیدا شود، تمام دیگر از بونکر راست به فرودگاه. گفت ازبک ها قاچ مگن نامرد.
حالا بیایید تماشابینان عزیز فکر اندیشه های شما را در این باره ها بشنویم. جمال الدین بفرمایید. جمال الدین هستید؟ بفرمایید. خواهش میکنم میکروفونتون را فعال کنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوبی صحتمند هستید. بفرمایید. رحمت. من پرسیدم میخواهم که شما این خیلی سخنهای فحش زورآورانه از کجا یافته نسبت مردم ما گپ میزنید؟ نسبت دولت، نسبت حکومت شما چی میخواهید؟ من نمیفهمم. اگر من تقریبا فکر میکنم خیلی گپ زدم. تقریبا نیم ساعت باز گپ زده ایستادم. نیم ساعت زیاد باز. از همین گپای من هیچی نفهمیده باشید باز چی گویم؟ من یگان گپایی که شما میگویید اساس ندارد. همش یک کینه کتی است، عداوت کتی است، بدبینی کتی هست. بسیار خوب. ببینید کدامش در خاروق تظاهرات نشد؟ یک جنایتکار بی‌ضرر گردانیده شد. تظاهرات شد نشد؟ کدام تظاهرات؟ یگان تظاهرات نشده است. بسیار خوب. اونه که یک بار دیگر نوار را من همین مردک ببینن. نوارهایی که میگیرید یگان این چی گپ است؟ این ساخته است. یگان ویدیوهای کهنه میگیرید میمونید سری مردم گرنگ میکنید. برادر عزیز خواهش میکنم در عصر 19 گپ نزنید. عصر 21 است. ویدیو کهنه 5 دقیقه در اینترنت یا که 5 دقیقه راه نمییابد. حتما در حال فاش میشود. ما تا این حد خودمون را پس زده با ویدیو کهنه کار نمیکنیم که بعد از 5 دقیقه مسخره عالم شویم. فهمیدید برادر عزیز؟ برای همین با جهان بینی و فهمیش عصر 19 گپ نزنید. بیایید واقع بینانه گپ زنید. آسمان نگاه نکنید. همین من اینجا هستم. من در فرشته آسمان نیستم. واقع بینانه گپ میزنم. سخنهایی که شما میگویید همش بیشتر دخترای تاجیک میگویید، مردمی تاجیک میگویید که در نظر شما فاحشه باشن و فاحشه باز باشن و این گپای از کجا میگیرید؟ چه خیلی میگویید؟ من چه خیلی به زبون میگیرید؟ من خودم حیران میشم. برادر عزیز شما هیچ نه از شمال کشور هستید؟ از ولایت سوغد هستید؟ خیلی از تاجیکستان هستیم. ما خدا به شکر که در تاجیکستان هستیم. حالا ببینید بین شما و بین من درباره تظاهرات خاروق هیچ فرق وجود ندارد. درباره شنیدنش برای اینکه شما هم دور هستید، من هم دور هستم. شما هم توسط رسانه ها شنیدگی هستید، من هم توسط رسانه ها شنیدگی هستم. شما هم معلوماتتان توسط رسانه ها هست، من هم معلوماتم توسط رسانه ها هست. هر دومان برابریم. فقط اینجا من آموختم تا اینکه گپ زنم. شما برآمده تا اینکه از رژیم دستگیری کنید و عیب ها، فحشیگری ها و جنایت های رژیم را روپوش کنید. بین ما فرق همین قدر است. برادر عزیز، با اینکه به اینجا وارد شوم، به اینجا برایم روبروی مردم گپ زنم، من این مسئله رو می آموزم. و ببینید برادر عزیز، وقتی که من اینجا با شما صحبت کرده ایستادم، از این میبراید که این مسئله رو من آموختم، این مسئله رو من دیدم، خوندم. حاضر خودتون گفتید که همینجا شما وقتی میبراید این گپا فچ، این گپا پوچ، این خیلی گپا نشده است، مقامدار دختری مردم را تجاوز نکرده است میگویید. شما دروغ میگویید. شما دروغ میگویید. کسی تجاوز میکند جوابگریش نزد قانون به میتید. بله، دولتی حقوق بنیاد است. از دور ایستاده این خیل هر خیل گپای نگویتون رسیده است که دیگر این حکومت، حالا ما ندیدیم که یگان جنایتکاری
دولتی را، یعنی منصبدار دولتی جنایتش را به قید گرفتگی باشد، با او جزا دادگی باشد، جای او را برده کنج زندان کردگی باشد، او جنایت کرد میگیرد از این ناحیه به ناحیه دیگر برده وظیفه دارش میکند. همین قدر. گوش کنید، خودتون روزی گفتید که منم از اینترنت میشنوم، بچه‌م دیدگی نیستم، شما دیدید؟ از شبکه میشنوم گفتید. این گپای شما میسازید، همین برنامه‌هایی که شما داریتون همش برنامه‌های یک رکلام‌های دروغین است، مردم فریبی است. آدمای فریب داده میخوایتون که باز در تاجیکستان جنگ شدنش میخوایتون. شما نگاه کنید، مقصد شما نمی مقصدتون با احترام گپ زدن کیها گذشته است. نکش میکروفونشون رو گپ زدن. آدمی ناپاک هستی. برادر عزیز، پاک هستیم ناپاک هستیم بر سر هر یک شما کاسلیسان هستیم، لگن برداران هستیم. اگر پاک باشی بیا تاجیکستان ایستاده، تاجیکستان بعد آبادی به کار کن. ایخی عدور ایستاده نگاه کنید برادر، اوبروی یک بار ریزاندنی شدیتون بو میخوایتون اوبروی تاجیکای ریزاندتون. شما تاجیک بودگی هاتون به من خودم شوپه میکنم. من حیف میگم که با زبان تاجیکی همین خیلی گپای به زبان گرفته نسبت دولت، نسبت ملت، نسبت دولتی که 30 سال به همین خدر ترقی کرد، 30 سال به همین شهروندای شرایطشون آباد شد، هم میتون من این گپ تکرار به تکرار گفتم میگیری. من هم به حیران میشم. جمالدین تو گفتی من یک کارخانه رو میدونم که در دوران استقلال ساخته شده است، 1,500 نفر کارگر کار میکند. یک کارخانه رو ذکر کن. یک کارخانه، صدها کارخانه من گفته میتونم، صدها کارخانه. صدشمان یک کارخانه رو ذکر کن که در دوران استقلال ساخته شده است. شما اخبار تماشا نمیکنیتون، شما لاویگری، شما ترقیات دیدن نمیخوایتون، شما فقط کمبودی میخوایتون، شما فقط زیر ناخون چیر کوفته نمیکوی. انا میخوین مقصد شما. گوش کن جمال الدین، آوازت نمیبراید. بسیار خوب، همین امکانیت بود از خیریت. تو یک کارخانه را مثال بیار که در دوران استقلال ساخته شده است، از 1000 نفر کارگر زیاد کار میکند. در دوران من صدها کارخانه مثال آورده میتونم که کار میکند، حتی خارجه به محصولاتش استحصال کرد، بازار جهانی به برآورده است. از دور ایستاده این خیلی گپای سفسطه نگویتون. مردم همش دیدوست، مردم کار کروز، معاش گرفتوست، همه میدونن که چی گپ است. چی نداری، هیچی نداری، هیچی گفتنی نداری. بیا به موضوع برمیگردیم. در خارق چی شده؟ گپای دروغ، گپای دروغ و سفسطه بس کنیتون. حقیقت گفتن در کو، حقیقت گفتن در کو. همین توبه در بالای سرت شوهر داری، زنی خانه، با فرمان شوهر گپ میزنی، تو یک ربات هستی. تو شوهر داری، شوهرات اروپایی هستند، تو با پول میتیان، سایت کشوده میتیان، انمی رکلام های دروغین عدور ایستاده میکنی. تو شوهردار هستی. تو ما شوهردار نه، تو شوهردار هستی. ما یک مردمی اوضاع. های برادر، همین به جهان بینی تنگت مرم برادر. حاضر وقتی است که بسم الله میگم، من در 3 دقیقه کانال میکشویم. گپم برآمده گفتم میگیرم. برای این خوجه لازم نیست، برای این پول لازم نیست. با پول میدی حتما گپ زنم برادر. برای این هیچ کس لازم نیست. به فهمیشت مرم، به فهمیشت مرم. اینقدر فهمیش داری که فکر میکنی در همه جا برای گپ زدن هم پول در کار است. به فهمیشت مرم. این گپ بکالی تو کی جا کرد؟ بکالی تو وقت این گپا جا کرده میشود که امکانیت بکالی تو جا کردن این گپا همان وقتی است که تو باوری دارن، کسایی که کله تو رو گرنگ میکنن باوری دارن که تو یک کلکدو هستی. یگو خیل جهانبینی سیاسی نداری، یگو خیل جهانبینی اقتصادی نداری، یگو خیل جهانبینی تکنیکی نداری، یگو خیل جهانبینی درباره فضای اینترنتی نداری و همین خیل فکر اندیشه ها رو همچون یک زامبی به کله تو جا میکنن. برای همین هم وقتی که تو گپ میزنی
اقلا از اصل 20 گپ نمیزنی. تو فکر میکنی برای همین کشودن کانال یوتیوب پول لازم است؟ یک جیمیل میکشوی توسط گوگل، یک جیمیل میکشوی، در انمی جیمیل میتوانی کانال رو بکشوی، الکی در بالای سرش تگمه ترانسلیشن پیدا میشد، تگمه رو زیر میکنی گپات رو گفتا میگیری. تو حالا میکروفونش رو فعال کنین رو، حالا سوال به تو، حالا به همین اینترنتی که تو گپ زده ایستادی مثل من، هر دو ما یک در یک کلات هستیم. حالا ببین تو پول داده ایستادی، به تو کسی پول میدید که به گپ برآمدی؟ شو ببین در چه حال هستی. دیگران رو پیوست کنید. الو بفرمایید. سلام بفرمایید. رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آکی شفقت شما صورت تیج برام خود. تشکر به شما برادر عزیز. آکی شفقت این آدم گوش نکنه، این آدم وحشت دروغ گفته است. این جمال الدین دروغ گفته است. لیکن من خواهشم این است که من میخواهم که این خیل مردم یک بار بفهمن، یک بار بیدار شون. اینها خواب هستند. وای روش سیاه کرد فرمای. صورت جنابش در پشتش موندگی هر چرچی گفته است. در کابینت کدام جماعت است؟ در کابینتش جماعت چی است؟ یاد داده یا مقطع. اما خیلی بفرمایید. ما لشکر در پناه اولا باشید. زنده باشید. سنگلی بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما با همین چاپلوسای رحمانوف گفتنیم که ما گپای شما را باور نداریم، شما شیطونین، شطاهین، رنگ رحمانوفین. این همی مردم بخیزه. همین رحمانوف خیلی تلیچش هم میگیره، سمالیو دوره میگریزه میروه. تو چاپلوس کجا میگریزی میره؟ تو چاپلوس به ناموس به عقل کجا میگریزی میره؟ مردم ودار شدهستن. انشالله دنیا چرخ گردونه خاوتو نمیکنیم. چاپلوسا شما گریخته نمیتونین، در چرخهای سمالیات رحمانوف رفتن نمیتونین. انشالله که انقلاب قریب است. خلق مردم پامیر کشتهستین، مردم پامیر علاقه شونه بانک اینترنت سویاز نیست. بوی چی شما یا دروغ میگم به شما را؟ ای بر پدرتون نعلت چاپلوس های احمق. انشالله مردم میخیزه قوری همه تا میکنه. این رحمانوف کو تلیچش هم میگیره میگریزه میروه. میلیارد جمعش کرده. هیچ جای گریز نداره دیگر. گریزت همین پیشای ما میباید با میقپه میشه انشالله. یکمش که ای خونخری ملت باید نگریزه. همونجا قپیدن در کورایی را. قورش همونجا کندن در کورایی. یا حاضر همی حکومت برزیدی خلقش جنگیده است. حکومت همی خلق خودش ترور کیسته. تروریستو همی کثافتا خودشونن. همی به ناموسا خودشونن. لنده هورا خودشونن. دزدای ملت. خودم کشوی ملت. بر پدر اینو نالت. سلامت باشی برادر. ما فکر زنده باشید برادر. بهرام بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. از چند دقیقه پیش ویو گازدان جمال الدین بودن کی بودن؟ بله جمال الدین. بله همونو چی کرده سخن کرده. شما گفتید از اونو خواهش کردید که یک کارخانه رو گویند که در زمان استقلال ساخته باشند و در اونجا 1000 نفر کار کنند. بله. شما کارخانه سمنت زاود رو شنیدید؟ بزرگ کردید به همین سمنت زاود. خیلی زاود متالورگی در شهر استقلال. کی شد زاود متالورگی؟ چقدر شد؟ 2015 شد. در کجا؟ چند کارگر دارد؟ زیاده از 800 نفر کارگر دارد. من از 1000 نفر گفتم. زیاده از 800 نفر این نزدیک 1000 نفر است. زاود کلانترین است. در کجا هستی؟ در کجا هستی؟ در شهر استقلال است. پیشتر تا به شهر میگفتن. میدونید؟ میدونم. بله. خیلی من این پیشروی است. نامش است. اپریلفکا گفته. اپریلفکا گفته. نه اپریلفکا دیگر است. وای نخره زاود است. نخره میبرد. تیلو میبرد. این چی هستی؟
این سور میبرد. سویباش کی است؟ سویباش سویبکار است، نمیدونم سویباش کی است. نامش چی است؟ یکی مهمش آن است که شهروندان رو با جای کار تامین کرده است، از مهاجرت یک قسم با شدن باز داشته است، یعنی از در داخل وطن بله نون و نصیبشان رو یافته خوردی شدن. حالا شما به پادشکی همون نفر برآمدید؟ به پادشکی جمال الدین برآمدید؟ برای پادشکی این یک طرف است. حالا نگاه کنید برادر عزیز، اما یک جوابتون خیر مرش بسیار خوب. حالا ببینید دیگه دوست، حالا همینجا بمونید، موضوع رو به دیگر جا بریم. یک نفر از واتساپ سودان که ببینیم چی میگفته باشند. بسیار خوب. الو گوش بکنم. الو سلام علیکم برادر شوکت، ماندان نباشید، سرتان درد نکند. همین برادر را گپ میزنم، علی میزود کرده ایتا کروی کرده. شما یک التماس یک گپ دارم، همین گپ زنم برآمده میرم. یکم به همه آدمایی که ارگاندا کار میکند، همه پسر بچه‌ای که در پامیر کشته، با خدا قسم منم دیدم میسوزه برای وطن خودم. هر روز فکر میکنم یک بچه پادوانو باور کنه 27 سال شد من رسیده داریم اونجا اومدم میرم پسرم خوراندن، من دلم میخوزه یکم به همون ارگان یتیمو این جبر نکنه برای خلق. یگید باشی، مرد باشی، برای خود خلق خود جبر نکن. اگر تو من گوش کرده باشی به خدا قسم، اگر امام علی گریخ رفت من روزی زنده ام یا مرده ام، به خدا قسم رسیده میرم تو جو. یک روز نه یک روز اگر همین جناب گریخت یک تیم با یک تیم دخونی پاتا میکنم که قرض تاجیکستان هم ایتی برای این خلق غریب غم دادن. من بچه پادوانم، یک عمر من رسیده پادوان کلان شدم، همین یک تیم جمع میکنم بسوزم. این آدمای عذابشان میبینم 46 داریم. این چه روزی سیاه در تاجیکستان بچه های پامیر، مردای پامیر التماس خفا نمونه، همه با پیش بسای من ایوادی حسار بشم، بسای ایخ نگاه کردن این دشمنای. این روزی که ما میبینیم در این روزی بعد این بد نمیشود دیگه. امروز استعفا پگا استعفا این همش گپای اکای شبکت با خدا مونده شدم. هم بسیار گپ من گپ بسیار نغز نمیبینم. با پیش این شد خفمونه، این زواد عثمانی، این همه چه عثمانی فقط با پیش این همه گپای اکای شبکت این گپ کاری ما بود نشود. با خدا برادر اوجا دلم میسوزه با این بچه بین نخو این بچه کشان. همون آدمی که پروندگی اگر گپی من نفهمید تو مرد باشی یک بار خلق خدا تا فکر این کلاغاوس فکر نکن. کلاغاوس پگا میگریزه همه تاجیکستان قرض. اگر با خدا قسم زنده حیات تاجیکستان رسم من هیچ کیوم که من رسم ناخونی پوچتا میکنم. من ناخونی پوچتا میکنیم یک تیم با یک تیم جواب میده. هر فرزندی تاجیکستان دا هر ماه مرده رفت 32 کس یک مرده بخی هر یتیم فرزند داره، هر یتیم برادر داره، هر یتیم پدر داره. ما تو که فرزنده خیلی کلام میکنیم همه در زندگی در کار برای غریبا در کار نیستیم. من ایثار میشم، من فرزند حسارم، من برای وطنم جون من میتونم، نه که برای ایخ آدم مرده من جون من نمیتونم. این گپا فقط برای ارگان گپ میزنم. آدمایی که سالداتن، منم سالدات بودم، منم جنگدا بودم، نه که من خلق خود ما فکر میکنم. این خیلی بد نکنیم فرزندای تاجیکستان. التماس از شما برای اینکه کلاغاوس نداریم برای خلق خودتون آباد کنید، برای دوستم شده خودتون نمیفروشین. این چه روزه؟ امروز به همه روستانه شما مردک نیست، شما زنکین. همه آدم که سنایپر کتی همه بچه پروندگی مر به همه روزود. پدر نداری، مادر نداری، دوداری خود تا پرونه. منم پروندگی هستم، سالدات بودم، نه که من فکر میکنم پگا یکی چی میشود. پگا این دنیا نه او دنیا ده همه جواب میده. مرو من پیش تو میرم، من کلتا میگیرم دا او دنیا. تو زور باشه دا او دنیا بیا، زوری دا این دنیا اروجا داره، بیا اروجا گیر برو، منم میبرم. با خدا قسم من ستا کلتا میکنم، نه که من جواب میدم میگم دا. نکنین امروزه با خدا فرزند تاجیکستان نیست کرده. با خدا قسم فرزند تاجیکستان نیست کرده. شما هر روز آدم نیست کرده. فقط در تاجیکستان کرومی بوز دیگه هیچ کی نمیمونه. همه بوزی زندگی میگن. مرن به هم روز که یک دهن اوقات میخرید دپس فرزند گاو زنه که پدر تو چیکارا بودی نمیگی که من بوزی کتی کلان کرده شما نان خورسه. مرن به هم روزتون. بخشش اکای شوکت جان.
حالا بوزی لگن برداری چی شده است؟ با خدا قسم نشانه وطن دوستی شده است. تو یک اصلا نمیفروشم در حیات برای بقای یک نفر برای بقای یک نفر کار میکنی، برای بقای یک نفر مبارزه میبری، به یک جای کاری همین پسمانده برده شینانده است. 800 سومان تا 1000-2000 سومان معاش میگیری. تو برای چی همین بیشتری آنهایی که به همین رژیم جانبداری میکنن که ها هستن میدونید؟ مردمی، بچه های ازوده نابرا، نفرانی، تنبل، ازوده یک برده نانش یافته خورده، حلال نانش یافته خورده نمیتونستگی، انمی خیلی بچه ها هست. اکثریت لگن بردار طرفداری انمی رژیم انمی خیلی ها هست. رفته 5 دقیقه کار کرده، 5 دقیقه مهنت حلال کرده، با دستش پول یافته، بچهش زنش خورانده نمیتوند. بچه های انمی ها، فرزندان انمی خیلی چاپلوس ها، فرزندان انمی خیلی لگن بردار ها، فرزندان انمی خیلی بیناموس هایی که گلستوک در گردن زدگی، شیمی کاستوم پوشیدگی به شما نان یافته میبیایند. بدانید که این نانهایشان از بوزیگری است، این نانهایشان از لگن برداری است، این نانهایشان از کوچه برآمده رویمال پوشیدن است. شما زن فرزند بچه انمی خیلی بیناموس ها هستید. نان همین خورا خورده ایستادید. هی بچه های کلان سال مثلا گریم 17 ساله 18 ساله یا که 15 ساله 16 ساله که به این گپای من صرفا میروید، پدرتون پلیس است، پدرتون پروکورور است، پدرتون کارگر امنیت است. دانید که با خون مردم شما را کلان کرده ایستاده است. دانید که در بین این خیل مردم، در بین این خیل مسئولین، خیلی مسئولین حلال خور کم است. اگر پدرتون ماشین سوار است، ماشینش را حساب کنید، معاشش را حساب کنید که چند سال کار کند این خیل ماشین خریده میتواند. این نفرانی که بچه پروکورور هستی، بچه سود هستی، بچه پلیس هستی، بچه گنرال هستی، یک بار معاش پدرت را حساب کن. انصاف داری، مرد هستی، حلال خورده حلال زیستن میخواهی، با شرف بودن میخواهی، تاجیک حقیقی هستی، یک بار وقتی که در قصر زندگی کرده ایستاده ای، یک بار معاش پدرت را حساب کن. معاش پدرت را حساب کن که در چند صد سال باید این قصر میپوشید اگر با معاشش میپرسید، با معاشش اگر قصر میپوشید. یک بار ماشین سوار شده ای پدرت را ببین، در اینترنت بزن که این ماشین چند پول می ایستد و حساب کن که معاش پدرت چند پول است و ببین که در چند سال تو را نخوراند، تو را نپوشاند، تو نخوری هیچی نپوشی، به تو یک نتیاد، پولش را جمع کند، معاشش را جمع کند، نخورده نپوشیده این گونه ماشین میخرد. اما وقت به این خلاصه به آمده که این ماشینی آوردگی پدرت از معاشش نیست، این خانه هایی که تو را با اونجا برده مانده است، در اونجا زندگی میکنی، سرپناهی تو است، از معاش حلالش نیست، بدان که پدر تو حرامخور است. حرامخور به این معنی که خون مردم خورده ایستاده است. این مردم مهاجر دیده ایستاده با چی جگرخونی پول به دست میبیارد؟ پدری تو که در مقامات کار میکند با مکیدن خونی انمی مردم در تگ پایش ماشین است، خانه که تو کشک که قصر که تو زندگی میکنی با مکیدن خونی انمی مهاجر او خریده شده است که این مهاجر بیچاره 10 سال پول جمع کند یک ماشین پدرت سوار شده نمیتوند. این خانه که تو زندگی کرده ایستادی زندگی کرده نمیتوند. استثنا نیستن. حالا چقدر کارمندان مقامات در خانه های اجاره زندگی میکنند، به جای کار پیاده با اتوبوس رفته میبیایند، استثنا نیستن، تقا ندارن، امک ندارن که رابطه داشتگی باشند با حرامخورها، یا که حرامخوری را نمیخواهند. این گونه انسان ها هم هستند، خیلی کم. اگر تو فرزند این گونه انسان ها هستی،
بدون که تو با شرفی فرزند یک شخصی با شرف هستی. اما این نفرانی که شما فرزندانی 20 ساله هستید، 25 ساله هستید، پدرتون 40 ساله است، 50 ساله است، در رژیم کار میکند، در مقامات کار میکند و صرفا میروید که از حرام شما را خورانیده پوشانده ایستاده است، شما را به خانه و به جا کرده است، توی عروسیتون را کرده است. بدونید که زهر تنتان می شود. یک روز نه یک روز با یک غم غصه کلان، با یک غربت کلان از بینیتان برآمده می رود. حالا نفری که مسئولیت گفته رفته، یک آدمی که به تظاهرات برآمده است، در دستش نه سلاح است نه یک کارچه مشکشی است، به سوی ترک شده است. بدونید که اگر فرزند او هستید، شما یک فرزند شخص بیشرف هستید. ای پدر و مادرانی که فرزندانتان در این مقامات کار میکند، حالا به دستش سلاح گرفته سوی مردم به تیراندازی رفته است، بدانید که با چی گرمی، با چی خنکی، با چی عذاب و عقوبت فرزند کلان کردید. یک فرزند بیشرف که به سوی مردم تیر میکشاید، به سوی مردمی بی سلاح. جمع کنید این فرزندان بیشرفتان را از پیش مردم، از مقابل مردم. ای پدر و مادرانی که فرزندهایتان در مقامات کار میکند، در پروکراتور، در سود، در پلیس، در امنیت، یک بار به دستتان دعوت کنید بشینید در بازانو پیشتان. حالا به شما سوغاتی میبیارد، گوشت گوسفند میبیارد، نبات و قند میبیارد، عسل تازه میبیارد، فخر کنان میگید بچم همین خیل کلان شونده به من گوشت گوسفند آورد، یا که به تک پایتان گلیم قالین $1000 میبیارد، نرمکک شیشتید، اما او از دانید از خونی مردم است. اگر شرف دارید، ناموس دارید، بچه‌تان را به پیش خودتان جیغ زنید، دعوت کنید، به سر زانویش بشینانید، نصیحتش کنید که خونی مردم را نمک کرد. امان گلیمی که، امون قالینی که امون پسری منصبدارتان آورده است، زهر تنتان باد. او با اون معاشش به شما گلیم خریده نمیتواند، قالین خریده نمیتواند. اگر یک جای خونتان را تعمیر کرده است، زهر تنتان باد اون خانه. با اون معاشش خانه شما را تعمیر کرده نمیتواند. نفری که پیوستو بپیوندید. بفرمایید. جبار بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میبینم در یک برکه کلان هستید و در جای هستید که نفران زیاد هستند. نه نفران نیست، ما یک خدا. بفرمایید. موضوع ما اینجا ناپایوست شده و نفهمیدم گپ درباره چی رفته شده، یک نقل میکردی. برادر عزیز، بسیار خوب. حالا ما درباره حادثه های که امروز در خارق شده است گپ زده شده. همچنین من یک کم درباره فرهنگ استعفا صحبت کردم. در این باره ها اگر یگان گفتنی داشته باشید بفرمایید. بسیار خوب. از واتساپ زنگ قبول میکنیم. پیش از آن که از واتساپ زنگ قبول کنیم یک اعلان دارم. نفرانی که درباره حادثه خارق یگان نوار دارید و درباره هر یک حادثه، درباره جنایت های منصبداران، جنایت های نفران مقامدار در مقامات های انتظامی، امنیتی نوار دارید، به همین رقم هایی که دیده ایستادید بفرستید. باور کنید یگان گرم، یگان میدان نهراسید. دروغ میگن از واتساپ یگان چیز فرستادی زنگ زده میفهمیم.
از وایبر یگان چیز زنگ زدی، یگان چیز فرستادی میفهمید. دروغ میگن، روحشون رو سیاه میکنن. تلگرام همه چیز فرستادن گیری. هیچ چی نمیفهمد اینو. حالا ببینید فهمیشی نفرانی که از منصبداران پشتیبانی میکنند در همون کابینت ایستاده گپ میزند. عصر 20 اون طرف 100 از عصر 19 گپ میزند. فهمیشش. اینا واتساپ چی میدوند، وایبر چی میدوند، همین اس ام اس فرستی رو به زور میدوند. حالا با 50 میلیون دلار خطای به اینها تکنیک آورده داد به همین کارها. اگر اینها صرفا میرفتن اینجا همه جا رو میده میکردن. هیچ چیزی نمیتونن اینها. بفرمایید از واتساپ میشنویم. الو السلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. خاله مریم شریف زاده. Независимый общественно-политический деятель Майрамби Шарифзода. Хочу сделать небольшое объявление. Прошу всех соединяться с сайтом integraltg.org. Писать все свои пожелания. Теперь, значит, чтобы вы были в курсе дела. В настоящее время в городе Москве по Гранатовому переулку, где находится посольство и консульство Таджикистана, собралось большое количество граждан Таджикистана, выходцев из горного Бадахшана. Все улицы окружающие, все окружающие улицы оцеплены работниками правоохранительных органов. Люди требуют незамедлительной отставки этого людоеда, этого преступника, этого президента так называемого Эмомали Шарифовича Рахмонова. Вот я хочу в настоящее время по поводу харокских событий и 2012 года, и 2020 года, и то, что сейчас творится безобразие, лично от имени всех граждан Бадахшана, от имени всех исмаилитов мира обратиться к уважаемому, высокочтимому его превосходительству Агахану IV. Вы потомок пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Вы предводитель всех исмаилитов мира. Вы обязаны перед Богом, перед своей совестью, перед всеми исмаилитами мира сейчас незамедлительно защитить весь народ Бадахшана. Вы обязаны. Тамоми мардумойки Маснаби Исмаили Доран ба Огахон Чорум Бовари Калон Доран хамчу امام زمان حاضر زمان باید طرفدار آن باشند که آگاخان هم سال 12 در ماه شریف رمضان هم در سال 20 هم انا حاضر میتینگه که مردم بگناه بیاراخ پرانده کشته شدیان برخیزن و طرفدار مردم شوند. Уважаемый Агахан IV, убедительная просьба к вам. Ваш голос услышит весь мир. Вы всемирно известный человек. Вы обязаны перед своей совестью, перед Богом, по своему происхождению и по своему, как у вас должность, защитить всех народов Бадахшана. Вы знаете, что почти 300-400 взрослых мужчин, женщин находятся на работе, то есть в трудовом миграции, нету их на Памире. Остались там беззащитные старики, несколько таких честных, добросовестных людей, которые защищают честь, достоинство своего народа, своей земли, своих матерей, чужих сестер. Вот вы кого сейчас должны защищать. Вот сейчас вы обязаны встать и защитить их. Потому что дальше так жить нельзя. А этот самозванец, этот людоед, этот каннибалист, это всемирно известный
террорист номер 1, президент Таджикистана Эмомали Шарипович Рахмонов, незамедлительно должен уйти в отставку со всеми своими сотрудниками правоохранительных органов. И весь народ Таджикистана должен взяться за руки, требовать его отставки. Дальше невозможно. Надо их всех в действительности не дать возможность, чтобы они улетели на самолетах, на вертолетах, а всех их арестовать, забрать у них, чтобы они, каждый из них отвечал за каждый грамм золота. Почему они уничтожали людей в Ахьё? Только из-за золота. Почему уничтожали людей в Рамитском ущелье? Потому что тоже там залежи золота находятся. Да. Я много-много твердила и говорила о том, что нету никакой власти в Таджикистане. Честные сотрудники правоохранительных и правоприменительных органов Таджикистана никогда не будут стрелять в безоружный народ. В настоящее время имею сведения из достоверных источников спецслужб Таджикистана, что дано указание расстреливать до 1 миллиона граждан Таджикистана повсеместно, где они будут вставать и говорить правду и требовать безотлагательной отставки этого кровопийцы Эмомали Шариповича Рахмона со всей его коррумпированной, со всей его узаконенной государственной организованной преступной кланом. Вот о чем речь идет сейчас. 1 миллион, то есть более 1 миллиона человек в Таджикистане они готовы расстрелять, только чтобы не уйти в отставку, только чтобы народ опять держать в страхе, как держит его в страхе за 2 месяца до своего прихода к власти. Первая жертва кто был? Первая жертва был Джаунхон Ризоев, начальник управления милиции в Кулябе, потому что он в Афганистане служил, он знал все эти безобразия. И по указанию Эмомали Шариповича Рахмонова через 16 дней, как говорится, расстрелял его Сангат Сафаров. Вот так посеяли страх в умах, в разуме таджикского народа. Встаньте, люди, все женщины, дети, мужчины, старики, все братья, сестры из Бадахшана, Заравшана, из Гисара, из Айнинского района, из Ленинабадской области, кто бы вы, где бы ни находились, вы все граждане Таджикистана. Вы все имеете право на конституционную защиту своих семей, на труд на своей родине, на обеспечение, чтобы он обеспечил вас на основании Конституции не только Таджикистана, но всего мира рабочими местами, достойной заработной платой в Таджикистане. Вот что вы должны требовать. А он нарочно делает, посылает всех людей, которые могут оружие держать в руках или могут работать, только в трудовую миграцию, только в рабство. Поэтому больше ему никто это не позволит. 1 раз человек в мире живет, 1 раз. Поэтому мы должны защитить будущее Таджикистана, защитить будущее Таджикистана на тысячи лет для наших внуков, правнуков, защитить таджикские земли, чтобы больше не продавали ни Китаю, ни Киргизии. А то, что он хочет в действительности уничтожить всех людей, которые знают, что он первый террорист мира и содержит транснациональный контрабандный трафик, который идет через по мир, поэтому убивает тех людей, которые могут за себя постоять. Еще раз требую Агахана IV, уважаемого, его превосходителя, обращаюсь к вам. В конце концов, защитите исмаилитов в Таджикистане. Спасибо, что вы построили культурный центр в Душанбе. Спасибо, что вы построили университет, филиал университета в Хароге. Но люди должны жить. Людей никто не имеет права расстреливать. Люди собрались на митинг для того, чтобы защитить права этих расстрелянных людей. До каких пор это будет продолжаться? До каких пор, я спрашиваю всех,
мировое сообщество, поднимите свои голоса в защиту таджикского народа, в защиту всех граждан Таджикистана. В настоящее время, еще раз повторю, что митинг собрался Гранатовый переулок города Москвы, там десятки тысяч людей идут, их не пускают вокруг этого посольства и вокруг консульства многочисленные правоохранительные органы, чтобы вы все знали, в настоящее время действительно митинг собрался. Что еще я хочу вам сказать? Не бойтесь, люди. Страх сильнее и страшнее смерти. Мы все люди смертные. Мы должны доказать, что мы не боимся этой коррумпированной государственной организованной преступной группировки Эмомали Шарифовича Рахмонова со всем его семьей, со всеми его окружением. А честные, преданные люди спецслужб Таджикистана, правоохранительных органов, солдаты не будут стрелять в свой народ. Они действительно повернут свое оружие против этих преступников, чтобы их задержать, не дать им возможность выехать за границу, чтобы они до последней копейки, до последнего рубля, до последнего сомони, до последнего грамма, то, что они грабят. Вот сейчас мы что должны с вами делать? Требовать, чтобы в Таджикистане была законная, конституционная справедливость в отношении каждого и всех. Особенно в отношении тех преступников, которые пришли в правоохранительные органы и думают, что берут на себя обязанности Бога, и начинают убивать людей. Они никакого права на жизнь не имеют. Почему? Потому что они незаконно лишают жизни других людей. Еще вопросы будут ко мне? شما چند سوال دارم. حاضر نه. حاضر اول دوستان رو میشنویم. همین نواری که حاضر گذاشتید یک بار دیگر گذارید من به تماشاگران بفهمانم. تماشاگران این رسم هایی که در اینجا میبینید این مردمی جمع شده در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو است و مردم خیلی انبوهی زیاد مردم جمع شده است و اینجا ایده از مردم شرح میخواهند که در سفارت تاجیکستان جواب بدهد که در خارج چه حادثه روی داده ایستاده است و گناهکار این حادثه کیها هستند و ایده از مردم هم گفته می شود که استعفای امامعلی رحمان را طلب کرده ایستادند و استعفای آنهایی که یعنی سستکاریشان به همین آورده رسانیده است، بی‌پرواییشان به همین حالت آورده رسانیده است پرسیده ایستادند و تجمع مردم دارد بیش از پیش می شود و زیاد شده ایستاده است. راهها اکثریت راهها محکم شده اند، راهها پر است، با ماشین ها جا نیست، در همین حالت قرار دارد. با ما هم همین خیلی نوشتم از مسکو و این انبوهی آدمانی که رسمش را دیده ایستاده اید از سایت سپوتنیک است، می توانید در آمده از سایت سپوتنیک بخونید خبر را. همین روز حالا همین حاضر این انبوه آدمان جمع شده هستند. بهادر بفرمایید. بعد از آن من به شما خاله مریم بی شریف زاده ان شاء الله چند پرسیدنی دارم که سوال خودم را میدم. حالا در خط بمانید. بهادر بفرمایید. سلام علیکم اکا محمد شاکر. اکا امروز ما را خدا ویدار کرد. برادرای بدخشان همه ما با شماییم. باید یک کار کنیم. امروز ما را خدا ویدار کرده. باید ما بازید همین کلاغاس رحمانو این ذات ناپاک ایرشه بکنیم، گم و گور کنیم، نکنیم ولی حیات ما ای پیشه. برای همه چی گفتنیم که رحمان ویاد تو بخوبی مال ملک دزدی تبیار بسپار ببرا برا یا که دیگه تو اولش خدای تعالی چی داره نگاه داره ظلم ظالمی تر تاجیکستان یگام جو گرفتن نمیمونن کاری میکنن که همه خیش تبار برای همه ظلم ظالم تو جواب میتن. همین چی کاری که سایکو همین چیزا عبرت نمیگیری. برای هم برادرای بدخشان ما با شما خدا همه مردم تاجیکا ویدار کنن
ما 18 سال غم چیزا خوردیم، 30 سال عذاب کشیدیم. امروز ما میخواهیم که این مرد باید از سر قدرت بروه با خوبی نرایره. ما بازوری اوجه گفته چیو میگن که چی کاری کردی همون را میگیریم. ما با یک چیزی میکنیم که اوجه دیگه یکم جای چیکار نمیتونه. برادرای بدخشان ما با شما میگیم خدا نگهبان باشه همه شما را، خداوند همه برادرها را ویدار کنه که عزت ناپاک ریشش بکنیم بوم گورش کنیم. بله تشکر به شما برادر عزیز. توکای ما عذاب میکشیم، ما عزت ناپاک 30 سال خون خلق میخوره. امروز ما را خدا ویدار کرده، سیگنال داده که باید شما بخیزین. تا وقتی که ما نخیزیم نمی آدمای بنام پیشوا نمی هر وقتی که در سر قدرتن یک تبعیت میبرن، یک کس بنام تروریست میکشن، یک کس بستتی 3 صدف میبرن کنی ترمه را جا میکن. هزارا شهرمردای ما در کنی زندان اوجه پوسیده رفته سر. توکای ما بمبریم بعد عزت ناپاک اوجه کیف صفا کنه بگرده. آزادی به همه خلق تاجیکستان. بله حالا یک نفر دیگر اینجا هستند، ایشون پنشیر بفرمایید. بعد از آن من یک سوال دارم. السلام علیکم. بفرمایید. خوشم شما از سیاست سلامتیتون خوب است؟ تشکر. بفرمایید. شما امروز وابسته به برنامه بدخشان صحبت میکنید؟ بله بفرمایید. آخه برنامه شما هم یک چیزی سوز نمیکنید بابا پیش جنایتکار نخو خلق برای بد ببرید. ای جنایتکار است، شما همین فکر نمیکنید جنایتکار نقپن ضررش پگه به مردم دیگر میرسد، به فرزند کس میرسد. اینجور فکر نمیکنید مردم بدخشان بخیزن. آخه یک جنایتکار بوده دیگه. کی جنایتکار بوده است؟ همه آدمی که میگن مرده های جنایت کرد مقابلا نشون داد میکشن. بعد چی در تمام دولت است. بعد شما باید همین بگی که پاچه عالم بقب که 10 دقیقه پیدیم. همین کار افتادین شما دیگه. یگان کاری سوز ندارین در جامعه. بسیار خوب. چی جنایت کرده است؟ همین جنایت اول همین آدم مقامات هم برنامه را ساز کنه. اول مقامات حفظ حقوق پروندگی بعد را پروندن. اینجا فکر نمیکنی که گپ میزنی. مقامات حفظ حقوق را برای چی پرونده است؟ برای اینکه آنها به سوی او رفتند. برای شهروند یا رو که غیر قانونی گرداندن ممکن است. بیاید همینجا گپ ارزان بشد. بسیار خوب. از همین نفر ما اقرار میگیریم. نگاه کنید چی میگوید. حالا خود گپش رو میگه. نگاه کنید برادر پنشیر. چی وقتی این نفر به سوی کارمندان مقامات انتظامی ترک شده است؟ چی وقتی؟ اگر همه رسانه را خشرو بخونی چشمت کلام باشد خشرو میبینی که اول به کارمند حفظ حقوق پروندگی شما خشرو خواندگی حالا شما خشرو خواندگی میخواید به من گپ هم بخون. برای همین دروغ نگو. برای برنامه بر دروغ میکنی. اول برنامه تا نمیبینی خواب بخیزید بدخشان بخیر خفلان بخیر رود سیاقتی برنامه. شما درستش رو بگید. از این میباید که شما درستش رو میدونید. همین بچه در کدام حالت به سوی مقامات انتظامی برنامه را تشکیل کرده، برنامه کورکورانه نکرد. دروغ مردم یک جنایتکار بوده، جنایت کرده جواب شما میگه مرده توکلش به خدا مرده. برادر پنشیر به سوال من جواب ده. به سوال خود جواب میتیم که وقتی که برنامه میکنی هر یک روزنامه‌نگار برنامه میکنه به واسطه در همه برنامه‌اش 4 طرف تحلیل. آوازش خاموش کن برادر. حالا یک دقیقه برادر. من بیت گویان توت نگو. به سوال جواب تیکی. نگاه کن به سوی این بچه رفتند برای آنکه بازداشت کنند بعد ترک شده است. سوال خطا همه وقت جواب میتیم که گوش کنید. برای چی جواب میدن که خواستن او را بازداشت کنند. جنایتش را گپ زن. این چی جنایت کرده است که خواستن او را بازداشت کنند؟ جنایتش در همجا مداش نرسوندگی نمیبینی کوری؟ نه جنایتش گپ زن. خدا الله و ای رسول گپ میزنی دروغ میگویی. صبر. ترکیب جنایت گپ زن. چی جنایت کرده است که مقامات خواستن از او را بازداشت کنند؟ در همه جا نوشتگی که در همین مدعا جستجو بود. چی دروغ میگویی؟ صبر کن. برای چی در مورد پیگرد و جستجو قرار داده است؟ جنایتش چی بوده است؟ ما هم رنگ خود یک شهروند اینترنت خواندم که همین تو برای برنامه دروغ میکنی، خطر راوی میگیری، خطر ژورنالیست میگیری، خطر دانا میگیری او ایزا نمیکشی دروغ برنامه میکنی. جواب ده. تو خوب میدونستی. مرا گفته ایستادی که
تو خودت نمیدونی تو خوب میدونستی ما امیخته ایراد میگیریم که توبکای مردم تاجیک دروغ میگوی توبکای مردم تاجیک دروغ بگو که با چی جرم مقامات او را در پایگاه قرار داده است همین جرمش رو بگو همه رسانه اینترنتی ده رنگ ما میبینی نویسگی که در جستجو قرار داده ها با همین حال فریفتگی و دروغگویی و مشینی که نمیدونی یا اینکه گفتن نمیخوایی این همدیارش رو همدیهش رو که وقت به سویش نقشه تجاوز کشیده می شود محافظت کرده است جنایتش همین است نفری که او بیناموسه که با ناموس مقام داره که به سوی دختری همدیارش چشم الا کرده است جزا داده است چون که به دیگر را این خیلی ها را جزا داده نمی شود حالا اخته نکرده است باید اخته کرده می شد باید این خیلی ها اخته می شدن از همین روز بابا یک کم ناموس بیدار کنیم هر یک مقام داره که در کوچه به دختر مردم گپ میپرتاید پیش راهی مردم رو میگیرد دختر مردم رو ترسانده به ماشینش میشیناند ماشینش رو آلوب دادن در کار ماشینش رو آتش زدن در کار خودش رو اخته کردن در کار تا کی خاموش میستیم همین قدر شاخ دم دارد که کارگری مقامات است او جنایتکار نبوده است در یک ناحیه کوهستان که مردم غیور در اونجا زندگی میکند تو به جونش رفته میرسی پیش راهی دخترش رو میگیری با میگویی یک جنایتکار را گرفتن کشتن شما اینجا چی شوری ولوله انداخته ایستادید بی ناموس پیش راهی دخترت را بگیرد میبینم چی شوری ولوله میاندازی او در راشقله از من در عمرم در راشقله نبودم او در خاروغ از من در عمرم در خاروغ نبودم هموطن من است هم دیار من است دخترش خواهر من است مادرش مادری من است اگر ما به همین نتیجه رفته نرسیم گوسفند را به پای خودش می آویزند بز را به پای خودش می آویزند گفته میگردی یک به یک میگیرد از پایت آویزان میکنه او را چی کاری مرا چی کار به سیاست مرا چی کار بیا به سیاست آمیختن نشو سری تینج سات الله هم خیلی گفته گشتیم عاقبت همین خیلی شد حالا میگویند مادرت را قاضی فلان کنه به کی مراجعت میکنی به کی شکایت میکنی همین خیلی مقال خلق هست همین روز آمده است اینها تجاوز میکنند با بالایش گپ زدی شکایت کردی که چرا تجاوز کردی با بالایش تو را تیر میکشاندند همین خیلی روز آمده است گرفتن کشتند که چرا تو سر بالا کردی که یک کارمند مقامات به دختری همدیهات چشم الا کرد یافتن در کار این کارمند مقامات یافتن در کار تیستر اخته کردن در کار حالا شرطه خورد تابه نکرد رنگ بوز آمد خبر داد به همکارانش رنگ بوزغاله این بمیر که با مردکا میری جنگ میکنی در تک مردکا خواه میری با اومده شکایت میکنی بمیر از این روزت مردک نشده نه یافتن در کار اخته کردن در کار حالا من از خاله مریم بی شریف زاده سوال دارم که فکر شما چی است همچون یک شخصی که تجربه زیاد در کار در مقامات دارید همچون کارشناس زیاد کار کرده اید و می گفتید که
چرا این گونه حادثه ها به تکرار در بدخشان روی داده ایستاده است؟ سبب در چی است؟ این یک بار سبب اساسی حادثه هایی که چندین مراتب روی میدهد. من سال 12 گرم در ماه شریف رمضان چیکارا کردن در ساعت 4:20 سحری، همه اینا خاموش شد، همه اینا به هیچ کس جوابگر نشد. سبب اساسیش این транснациональный контрабандный трафик по провозу. Для этой семьи все, что идет из Китая на продажу, все драгоценности, которые добываются в Горном Бадахшане, уходят в Китай. Все наркотики и подобные ему наркотические средства, драгоценные камни идут через этот трафик, и этот трафик контролирует только семья президента Эмомали Шариповича Рахмонова со всеми его зятьями, со всеми его дочерьми, со всеми его жены, братьями, со всеми этими сахибами, другими. Это всем ясно. Если они потеряют этот транснациональный наркотрафик, значит, они потеряют все свои драгоценности. Поэтому вопрос в том, что никто никогда... Вот почему я обращаюсь к уважаемому его высочеству Агахану IV, потому что в 2012 году он не защитил их, в 2020 году не защитил и сейчас не защищает. А он всемирно известный человек. По его происхождению, по линии пророка Мухаммада Мустафа, саллаллаху алейхи, по его обязанности, что он первый человек исмаилитов, он обязан перед своей совестью, перед Богом защитить народ Бадахшана, освободить Бадахшан от этого ига, который называется Эмомали Шарипович Рахмонов, плюс вся его людоедская, вся его бандитская, вся его коррумпированная, диктаторская, мафиозная структура и вся его окружение. Вот о чем идет речь. А то, что этот человек, которого убили, незаконно защищал честь и достоинство, девушки, женщины, так вы смотрите, с 92-го года до прихода этого проклятого человека, вы сейчас маленький секрет вам открою. Из архивных документов КГБ Таджикистана. Этот Эмомали Шарипович Рахмонов в бытность работника Тангаринского совхоза самых красивых девушек, девочек, женщин подставлял тогдашнему начальнику лесхоза для своего продвижения. От этого до сих пор идет насилование, уничтожение девочек, женщин. Потому что этот мразь продавал женщин, девочек продавал. И есть архивные материалы, есть свидетели этих всех событий. Если этот вышеуказанный председатель лесхоза сдох, то есть очевидцы, есть те девушки, которые пострадали, женщины, которые пострадали. До его прихода и в связи с его приходом. Слушайте меня, не перебивайте меня. Не перебивайте меня, слушайте меня. Слушайте меня. За 30-летнее управление государством этого нечестивца сотни, десятки тысяч девушек и женщин пропали по всему Таджикистану, особенно в городе Душанбе, а в других районах. Бесследно исчезли. Изнасилованные, убитые, последствия отданные на пересадку органов. Почему? Потому что пришли к власти одни бандиты с его окружения, не имеющие никакого юридического образования, как начальники милиции, как работники структуры КНБ, то есть амнятии,
Вот поэтому вот такое безобразие идет. Люди напуганы, а людей без конца пугают событиями 92-97 года, и поэтому люди молчат и все терпят. И это все, что я говорю, документально можно подтвердить. В случае необходимости все документы будут переданы куда следует и кому следует. Вот пускай сейчас голос поднимут все матери, все отцы, все братья и сестры, дочерей которых похитили, изнасиловали, убили. Девочек, которых похищают, убивают. Мальчиков, которых похищают, насилуют. До каких пор это можно терпеть? В действительности правильно приняли закон в Пакистане о кастрации таких тварей. И такую кастрацию сам Эмомали Шарипович Рахмонов придумал еще в 92-е годы в совхозе Туркменистан, где в действительности кастрировали выходцев из Гарма, из Вахьё, за исключением его окружения. Очень много мужчин кастрированных, ребят кастрированных, сколько убитых, уничтоженных. Никто за это не отвечает. Сколько еще скрываются вот эти массовые захоронения ни в чем не повинных убитых людей. تمام قبرستان‌های جنبستی اینا هم از خدا خواستگی باشد میویم این خدا زدگی در پیش خدا و در پیش تمام انسانیت بشریت و حقوق‌های بین المللی جواب می‌دهد. ان شاء الله. تشکر زیاد به شما خاله جان عزیز. Еще раз прошу мне 1 минуту дать. Сайт Майрамби Шарифзода и канал YouTube называется integraltg.org. Прошу, пожалуйста, связываться через этот канал. Иншаллах. Человечеству желаю здоровья, радости, счастья и желаю скорейшего освобождения всем гражданам Таджикистана во всех его уголках. تشکر زیاد. زنده باشید. یک زنگ از وایبر قبول میکنیم. حالا اینجا چند نفر دیگر هستند، ان شاء الله آنها را هم حرفشون را خواهیم شنید. بفرمایید. زنگ وایبر. الو. زنگ وایبر گپ میزنید؟ الو. بفرمایید. ما شما رو میشنویم. گپ میزنم. او خوش کنین گپ میزنم. خوش کردگی است. الکی صدای شما رو ما شنیده ایستادیم. بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. او گاز دستانش نمیاد. صدایتون هست، ما شما رو شنیده ایستادیم. صدایتون در پخش مستقیم است. همین گپ گفتنی ما کرن دام سری کالت. داش کن. حالا اینم وقت اخت شبیه شما دیگه است. اینجا یک نوار است. این نوار رو ببینید. جتین دادن نسلین بابا. سال 2016 در ترکیه است. یک نفر پرچم ترکیه رو برداشته ایستاده است. اونها تبادلاتگرند. تبادلاتگری نظامیان، یعنی نظامیان ترک خواستند در سال 2016 تبادلات کنند. ببینید یک نفر در دستش نه سلاح است، نه یگان خیل автомат است، هیچی ندارد، نه گرانتمیوت است، نه پولمیوت است، یک پرچم دارد. تانک آماده ایستاده است. ببینید تانک آماده شده است. راهنمایی دهد به تانک. راهنمایی دهد. تانک ها قطار آماده شدند. بالای جان من میگذاری گفت. به پیش چرخهای تانک خودش را پرتافت. پرتاب توسط من میگذاری. انا همین تبادلاتگران، نظامیان که با تانک آمده ایستادند و چقدر در بالای سر مردم هواپیماهای جنگی داشتند، ببینید به این مردک تیر نمیکشند. در دست او همه نظامیان سلاح ایستاده است. به سوی این مردک که پرچم در دستش است تیر نمیکشند. آماده ایستاده است.
فرهنگ نظامی رو دیده ایستادید؟ حالا این نوار یک نیست، چندین همین گونه نوارهایی است که مردم میروند حتی همون نظامیان را بر بیناموس گفته از داخل تانک توپ و تفنگ ها، از داخل تانک ها میگیرند، از داخل بیتیر ها میگیرند، مردم لطکوبشان میکنند، در دستشان سلاح سوی مردم سلاح نمیکشویند. همون سال ما در همونجا بودیم، شاهدی همین حادثه ها با چشمان خود شدیم. در پیش چشممان همین حادثه روی داد. ببینید امروز مردمی که سلاح ندارد، مردمی که حقش رو طلب میکند، شما میباید تیر میکشوید، او رو میکشید، زخمی میکنید. ناموستان کجا شد؟ حیفی آدمگریتان. شما رو که آدم گفتن خودش یک کاری نادرست است. بفرمایید. پرویز است در پرویز بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیر، من مسئله موضوعی که در حالتی که در ولایت مختار کوهستانی بدخشان رخ داد در حقیقت بسیار موضوع ننگاور گردید. این همین یک از همین حادثه رخ داده شما هم نکن خیلی پیار کردین، مردم به ناآرام کردید و سخنهایی که پنشیر برادری ما کم ترک پیشتر گفته گذاشتن پیروی میکنیم. از چی سبب؟ از اون سبب که در حقیقت در بحث خطی شوکت البته دست بالا آمدند برای اون که حقیقت گپ رو گفتند. هنگام یک شهروند به طرف شخصان سلاحی یعنی که از جانب دولت به زیاف یعنی مراجعت کردن با سلاح یعنی با پیستولت، خیلی که در اخبارات ها ما دیدیم، در رادیو آزادی بود به فکرم گفتن که با پیستولت تیرپرانی کردن و در هنگام جوابان از جانب سلاحیان تیرپرانی شدن به هلاکت رسید. خیلی جنایتکار در هنگام گذراندن اپراسیون سلاحیان این حالت در تمام دولت‌های جهان دیده می شود. شما در یک حالت برای منفعت خودتون چنان استفاده برده ایستاده هستید که من نمیدونم کدام مقدار به مقصد خود رسیده ایستاده نرسیده ایستاده، لیکن در حقیقت کاری نادرست کرده ایستاده. برادر عزیز ببینید، معلش من گپم تمام کنم. برادر عزیز بسیار خوب، بسیار خوب برادر عزیز. حالی من فکرم رو تمام نکردم. یک دقیقه، همگی یک دقیقه برادر عزیز، همگی یک دقیقه، همگی یک دقیقه. حالا همینجا برادر عزیز بیایید. او برادر، اون نفری که مقامات کشت، اول گفت که ما زخمی کردیم نکشتیم، حالا کشتنش را مردم گفتن که کشتید. خاروغ بینید، خاور بینید، دروغگش را رسانه دولتی از حساب مردم، از حساب انداز مردم معاش میگرفتگی و بودجهش از حساب مردم است. خاور اطلاعاتی، اگنتی اطلاعاتی دولتی خاور گفت که نمرده است، زخمی کردیم. حالا ببینید این یک دروغ دیگر. بسیار خوب، مقامات رفتن او جنایتکار بوده است، او را خواستن دستگیر کنند که او ترک شده است. او چه جنایت کردگی بوده است؟ جنایتش چی بوده؟ شدین من مایلش گازنم. مایلش من شدم. جنایتش گپ زنید چی؟ جنایتش چی بوده است؟ خوب اکنون شده باشید گوش کنید. همون از جانب وسایل اخباری عامه یکچند معلومات ها پخش گردیدن در سامانه ها، در یوتیوب خیلی در دیگر سایت ها هم دیدیم که در حقیقت انازیوف در جستجو بود. او را دعوت کردن، هنگام دعوت کردن ناآمد. وقتی که برای او را دستگیر کرده آوردن میروند و او را با تیرپرانی پیشواز میگیرن. این گپ رو تمام کردم. خیر مایل شو که من فکرم رو تمام کنم. چون یک کلمه میگم ایسته، یک کلمه میگم ایسته، این بحث نمیشه. این کجا شد آزادی سخن؟ نگریزید. کجا شد آزادی سخن؟ خیر گوش کنه، من حالی یک فکرم رو بریدم حاضر دویم مراتب میکنه. یک بار دور امینه میداری؟ گوش کنید برادر عزیز. من در جستجو قرار داشت. جنایتکار بود، جنایت کردگی بود، رو در پایگرد قرار دادگی بودند. رفتند در حالتی که اون رو
دعوت کردن ناآمد رفتن خواستن بازداشتش کنن که او ترک شد. درست. بسیار خوب. بسیار بگذار گپ شما باشد تا همینجا. من برادر عزیز از همینجا نقص گوش کنید دیگه این مسئله به بر نگردید. به همین سوال جواب بدید که همین آدم چی جنایت کردگی بود است که این را در پایگرد قرار داده اند و در جستجو قرار داده اند، بیا گفتن ناآمده است، شونه کافته رفته اند و او ترک شده است. همین جنایتش چی بود است؟ گپ زنید. شوکت محمدی تو اونجایی که من گفتم مایلش گفته نه؟ اکنون بیایید تو اونجایی که اگر من گفتگی مایلش باشد بعد داشتنی خودی یراقی یعنی پیستوله داشتنی یک شهروند طریق غیر قانونی این خودش جنایت نیست؟ برادر عزیز با ترک شویش مونه داشتن یک یراقی که پیستوله و جنایت نیست مگر؟ انا نگاه کنید برادر من گفتم که نه شما همین سوال به جواب ده جنایت هست یا نیست همین؟ یک بار صبر کنید برادر عزیز. تو اینجا سوال به جواب ده من صبر میکنم. من چون که سوال شما ده جواب دادم. شما جنایتش رو پرسیده من گفت. اکنون شما به سوال من جواب پای فرار گام نزده استاد. برادر پرویز بو میبرورند. بو گام میزنی. بو بستوده وارد میشی. نگاه کن. من گفتم که تو همینجا بگذار گپ شما باشد. و واقعیت این باشد که هم چیزی که شما گفتید. بسیار خوب. من یک بار دیگه با دقت اهمیتی از شما پرسیده ایستادم که همین چی جنایت کردگی بوده است که به کافتکاو این رفتند یا که او را در کافتکاو قرار دادند و جستجویش رفتند که او ترک شده است. تو همون جایی که شما گفته ایستادید من از شما پرسیده ایستادم که همون جنایتش چه جنایت بوده است که این را کافته رفتند و در جستجو در پایگرد جنایی قرار داده اند. همون جنایتش چه جنایت بوده است؟ گپ میزنید برادر. اگر گپتون رو تکرار کنید از استودیو بیرونتون میکنم. بفرمایید. پرویز بفرمایید. من گپم رو دوام میدم لیکن به سوال من جواب نداده شوکت محمدی. برادر به سوال من جواب نداده. من این سوال رو میمونم دوامش میگذارم. لیکن به سوال من جواب نداده همین رو در نظر داره. این دار. برادر من قبول کردم. گفتم که بگذار تو همینجا رفت اردان او پیستولیت یا غیر قانونی بود با پیستولیتش مقابلیت کرد اینها رو مثلا گره مقابلیت کرد بعد در نتیجه مقابلیت مقامات نظامی کشته شد. او پیستولیتش غیر قانونی بود. من همه این گپتون رو قبول کردم. گفتم تو همینجا گپ تمام. بگذار اینه باشد که گپ شما باشد. به شما سوال حالا من همین رو هم قبول ندارم اما شما پافشاری کرده ایستادید بگذار گپ شما باشد. تا همینجا من به شما سوال داده ایستادم که یک بار دیگه از همین سوال گریزید تمام شما دیگه گپ نمیزنید. همین بچه چی جنایت کردگی بود است که در پایگرد جنایی قرار داشته است؟ در پایگرد جنایی قرار دادند و چی جنایت کردگی بود است که او را جستجو کرده ایستاده بودند و با جستجویش رفتند تا اینکه او پیستولیت برآورده است. تو همینجا گپ زنید چی جنایت داشته؟ شوکت محمدی بفرمایید. من با قضیه زیایف پوره شناس نیستم که چی جنایت دارن لیکن هنگام گمانبر گشتن او تفتیش تو گذراندن در حقیقت جنایتچی وای برادر وقتی که از قضیه خبر نداشته ای خودت میگویی موسیقی رو به یک ملاک بازی چی موندن؟ به همین عقل و فراستت میبیایی از حکومت دفاع میکنی. وقتی که از قضیه خبر نداری چرا رو جنایت کن میگویی؟ نگاه کن از خود دفاع کردن فرض و واجب است. این توصیه به هر یک شهروند تاجیکستان باید داده شود که من بعد دیگر خودتان را قربان نکنید. نگذارید شما را با لباس های ملکی بدون اوردری سودی بیایند از خونتان گرفته بازداشت کرده گرفته روند. اوردری سودی نشان نمیدهد هجوم کن. به خانه درآمدن نمان. یار رفیقت را دعوت کن. بزن بکوب. خصوصا اگر قدمش در داخل خانه مونده باشد در داخل دیوارت مونده باشد زده مایدش برار.
کارمند پلیس است، کارمند جماعت است، بچه قپک است، کارمند ویمکمت است، فرق ندارد. حقی درون داخل دروازه تو در آمدن ندارد. به آردر سودی نشان نداد. هم تو یک صحبت کنیم گفت با کوچه دعوت کرد، نه همینجا گپ زنگو. خودت قربان شدن نمان. یک کس دو کس تنها آمده است زدم مایدش برار. بعد گریز برا. میتوانی. نمان خودت قربان شدن. از این بعد کارگر پلیس، کارگر پروکراتور، کارگر امنیت اگر اوردر سودی نداشتگی باشد حق ندارد داخل خانه تو شود. طبق قانون است، حق ندارد. حالا من باوری دارم که هم پیستولت تهمت است که او پیستولت داشته است و به سوی اینها سلاح شده است. این بیت را در همه جا میخوانند اینها. این سپکتاکل را در همه جا میگویند. یک نفر میدوند که 10-15 نفر آمده ایستاده است، با یک پیستولت میدوند که هیچ کار کرده نمیتوند. میدونه هیچ کار کرده نمیتوند. او هم احمق نیست. یک ورزشکار بود است. با احمق نیست که با یک پیستولت برایت هجوم کند. 10-15 نفر آمده ایستاده است. مارو دیگر رو پیوست کنید. از واتساپ است. از واتساپ بفرمایید. الو. الو. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. شفقت اکو چه شما؟ شفقت. الحمدلله. سلامتی خوبه؟ شکر. بفرمایید. همین میگم شما دیگه کور بخیزین بعد میکنید، فقط برنامه سوز چیکار میکنید؟ همین فقط کورتون همین غیبت کن رنگ هم به وی نه بیو غیبت نکنه غیبت کوزی پرز میشین مخی یا برنامه سوز کنین و جای توجی که جام کنین که دست هم دیگری اگر شما میخیدین دباین جنگ میدازین توجی کرایشت باییش خیلی چند قرار دور رفته که بیویا با رسیه را بیو ببینین چخیل توجی چکو کدیست شما خیلی دست لاغا خیلی بفویده کاپ شما را هیچ که گوش نمیکنه اگر کامی که گوش کنه رنگی خیلی هستگیر که گوش میکنه دیگه هیچ کش گوش نمیکنه بس نمی کرد نه چی بگیرن توجی که ایشه بایش چی بکنی دوست کنه که گفت دیگه باقی دیجش بخیده دستی هم دیگه شب بگیره نکی رنگ نه در اسیه ولیش زنی شب بگیش و چای شب بگیره همین کاره کنش. حالا ما به این حالت در این حالت بودم که خدا را شکر میکردم که خیریت کمتر عقلتون بسرتون آمده است بدون حقارت گپ زده شده. آخر همون چند حقارت هایی که به دهانتون گرفته شده است فاحشه بی پول به دهانش نمیگیرد. فاحشه اول پولت میگوید بعد به دهانم میگیرد. شما بی پول گرفتن میگیرید. اول این مسئله رو حل کنید که خودتون رو از فاحشه پایین تر گرفته شده اید، از فاحشه کمتر بلندتر فرق کنید، بعد ان شاء الله گپ میزنید. فاحشه کی است؟ آشکارا از دهنش فحش میبراید. آشکارا جنایت میکند، آشکارا فحشگویی میکند، آشکارا فحشکاری میکند. همین را فاحشه میگویند. وقتی که فحش میگویید از فاحشه چی فرق دارید؟ فاحشگی را بس کنید ان شاء الله حتما گپ میزنیم. مرغاب به پیش بفرمایید. الو بفرمایید. سلام علیکم. آنکه شما در مسئله فحش گپ زدید بسیار گپ‌های ناز گفتین باور کنین. همو لعنتی همو پروکرور هم خیلی همین کارو کرده است. لیکن من یه چیز دیگر همجا میخوام یک گپ بزنم که همین مثلا در التماس شما گپ نزنین که وای فحش کرده است، وای خواهر من است،
این از این خیلی گپ نزنه برای که ما میدونیم شما کلی امکتون قطعی چیکار کردگین پورا میدونیم در روسیه بعد پدرتون برای چی شما را اوخ کردگی برای چی شما برادرتون قطعی هم کاری هستین همش میدونیم اگه یا آدم گپ زنه که اون نمونه باشه این چیزها را ما اکل برادر مرغاب بپیش یک چهره شد دوامش با چهره گپ زن آخی تو تروریستی ما چهره همه شما مرا سود میکنه با چهره گپ زن و مرا سود میکنه پشتای تو نه تو طرفی حکومت اقتصادی سود نمیکن من حکومت قطعی چیکار دارم من حکومت من چیکار من آج تو قطعی گپ میزنم فقط ملیسا و همه گپ میگه چی با تروریست قطعی گپ زدی مرغاب خیام الدین به برنامه ما استاد دانشگاه میبراید گپ میزند سود نشد عنایت الله میبراید گپ میزند با سیمای خودش سود نشد چند نفر دیگر میبراید گپ میزنند او ممکن آدمای حکومت باشن من آدم حکومت نیستم تو من میبرن سود میکنن چه با تروریست قطعی گپ زدی گفته شما تروریستین شما را سود یالی تروریست گفته گوش کن تو اکوی من یک دی اکوی من بگو میشناسم اکا ما در روسیه گشتگیم گوش کن انا او کاره که خود داو بازاو میکردی کو ما در خبرت بدم یک اکوی من رو نامش رو بگو من نام خود بازور میدم مکه تایجا میدم نباشه چی تو من میکنی چی تو من میکنی در شوشون نو بکار چهارشنبه علمشاه بفرمایید سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله شفقت جان چه کارو شده الحمدلله بفرمایید رحمت بر پدر آدمون نشانی دولتی در پشت موندی یک غرور ملی او قصر کتابخانه ملی به فکر من پشت ده موندی ملادس آفرین تو محمد نسبت او دیگه او خودشون مخالف میگیرند و خودشون دیگر میگیرند تو بهتری قدر غرور ملی دوری ملادس شفقت جان بعد مسئله قضیه پامیر ده همون نفر مرد کو کارگری اما تقابا چند بود باور که ما خون گریه کردیم ما در رفتیم اونجا یک بار این طرفی ما را میگیره اخی کچی اکو فقط او طرف گرفته است مردم شور انداخته استند دیگه گروه دیگه خودت با کام داخل وایستا گپ زدیستی یا بر مسئله ما را میگه اكو نمیشه که ما خیزم اهم اهل اولا بخیزیم زیدی مردم بدخشان جنگ اثر کنیم که نه شما تقو بچه مرا کشته برادر نمیشه تو خیر یک وجدانان گپ زدن در کردیا خیر اکن او دستر وظیفه بود او هم مثال تسلیم نشده چیزی شده اکن نمیدونم راستی گپ او تسلیم نشده یا دیگرش پرونده هیچ هم یک بررسی کنه اخی یا خیل مردمی بدخشان شما زوره شما اینه گفتید یا برادر همین مورم خیر اخی برادر عزیز لبای بسیار خوب برادر عزیز من پیش از همه بخشش کم تانی خیلی احساسات دوسته کن اصلا دل متهم اخی غم دور مخی من راست گپ سخت کارم اومد که همه این خیلی یک باری خیلی برادر عزیز حالا همه خودتون دوشنبه علمشاه هستید ها که از بدخشان هستید نه که از کجا سنگوارم یعنی از اكو دیگرش نگم اکا اما چی نگم خود میدونی کو بس است تشکر من بوری اول شونده شدم که مردم سنگوار در عاقب فعل دیگه خوش میکنند اكو خود فهمیده سی اكو چی مقصد ما یا همه چی اشکار نکنیم بسیار خوب تمام لازم نیست برادر عزیز بچه با عقلی گفتم که آخه پشت همون چیز گروه ملی موندی ان کم در خیلی وای شدم مراسیگا حالا دیس گفتم برادر عزیز ببینید لبا من حالا او امانسه که حالا این خبری نواست یک کشته را میدونستیم یعنی اون نفری که جنایتکار گفته شدن به طرف امانسا تیر شده است و امانسا هم برده. بله یک تن تقو بچه ما اونجا تیر خورده یکم او خیلی شده یکم روی تلفن قطعی گپ زدیم روسیاب سیویاز نبود گفتن که او تسلیم نشده او تیر یکم تیر خولی کرده بعد اینا او را تیر زدن و فکر مرده بعد مردگی چی دیگه اون طرف مردگی است هم یکی از کارمندان امانس مردگی است
کارگرای ما هم یک کسی اون خیش تبار بوده که باور کن حاضر میرایم اونجا بعد کارگرای شما بسیار خوب. حالا نگاه کنید برادر عزیز، من به این باورم که امانس هست، پرکرار هست، کارمند یعنی افسر وزارت دفاع هست، کسی باشد نباشد، اگر در دستش تیر اتومات به سوی مردم رفته باشد جزایش همین است. این یک. مرا ببخشید برادر عزیز. چیزی دیگر حالا ببینید در تاجیکستان فرهنگ این شده که جانب، حالا ببینید بهنری را ببینید در جانب یک نفر هر امروز تیر دارد، به کوچه میبراید، پگاه پیستولت دارد، آخر کمین گیرین، از عقبش ایستین و هر روز در همون کوهسار نمیشه، در همون پیستولت که نمیشه استلوای میره، آشخانه میرود چای میخورد، ماشین میراند، خانهش میرود، خواب میکند، میخیزد، میشیند. یک کمینگ در یک وقت معین او را دستگیرش کن به یک طور احسن. ببینید به درجه بیهنری، ولی من افسوس میخورم، غم میخورم که اینقدر بیهنری نشان دادن که حتی در بازداشت کردن یک نفر چندین امانس میرود، باز یک نفر چی میتید؟ پتریه. آخر اونو مردک گفته رفتن خونه او و فکر ما میخشته مردک گفته به سلاح بود بچه تقو بچه من فکر سلاح نداشت آده رسمیش میبرد با میخونی خدا گوش کن اکی و شفقت من گاو زدی گوش کردم گاو زنه با تمام شد با ما گاو زنه برادر عزیز علم شو حالا بفرمایید مردک گفته قانون به خانه مردک با سلاح روید نمیگوید. حالا همین ها ثابت کنند که همین دسنت هایی که رفتگان، امونس هایی که رفتگان به خانه این مردک ثابت کنند که اوردر سودی داشتند. نداشتند. غیر قانونی رفتگان هستند، جنایتکار خودشون هستند. اگر داشته باشند که اینها قصاص همکارشان را گرفته رفتگان هستند. نه آخه خب میره قربان میشه و دو قصاص همکارش ندارد. نگاه کنید شفقت جان گوش کن یک بار بیا من هم گپ زنم باز گپ در یگان جایی رسانه شفقت جان اگر اونو قرار سود نداشته یکم نمیرفتن، دوم اونو ممکن به سلاح رفتند و او برآمد اونو را پران ممکن دعوتش کردن ناامد اكو چی من کفالت میتیم که اون بچه خیلی نبود و بچه تا بچه من میشناختم خیلی گاوزوری کرده رفته خیلی بی ترتیبی کنن. نه او یک مدنیت داشت، ادب داشت، دیپلم داشت و ممکن دعوتش کردن ناامد یا برای دعوت کردن رفته بود او را او دیگه خیلی فکر بروارینه پراندن استریت خطی پراندگی خیلی وای خطی نه بعد ممکن همکارای او را محافظت کرده دو کس بودن سه کس نمیدونم نه که قربان شد. میدونی تو چیه یا از پشت یک جنایتکار او جنایت صادر کردگی بود در اساس ماده 189 کودکس جنایت جمهوری تاجیکستان مایلش در اساس ماده 181 خطی جنایت صادر کردگی بود. یک نفر پیشتر از این همین گپ رو گفت. بسیار همین جنایت صادر کردگی بود. تو همینجا قبول مایلش هرچند قبول ندارم من بسیار گپ شما باشد همین جنایتش چی بود است؟ صادر کردن جنایت از روی ماده 181 بود. نه ترکیب جنایت چی بود است؟ غصب گروگانگری از جانب گروه متشکل. چی؟ غصبی گوش که الو غصب گروگانگری از جانب گروه متشکل. دوم برانگیختن کینه و عداوت محلگرایی. گروگان کی گرفته بودند؟ من ندونم مخ یگان کارگر ملی سر یا کارگر امان یا کارگر گروگان گرفته که اینو رفتن برای یاردن بشوخی. این کارگر امان چه کرده است؟ چه کرده است؟ با دختر مردم چشم الو کرده است. این 5 ساله گپ شده تو مرا چی میگی اخیره مردک تو حاضر نختش گو خیر من نخت برنامه اولش ببین تو گفتی که تو این درات محکم میکنین دل چه میکشین چیکار کرده کی را گروگان گرفته تا اینجا حالا ببینید دعوا رو ببینید دعوای بی‌پایه او جنایتکار است او رو کشتند. جنایتش چی است؟ جنایتش یک کارگر مقامات رو یک کارگر انتظامی رو
او چیکار کرده است؟ با جوروهایش لطه کوب کرده است. ببینید همین حالت توسط رئیس سابق ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف همین مسئله حل شده بود با میانجیگریش. حل بودی خطا همونجا بودی که حالا صبر من از رسانه ها پیگیری کردم. های رسانه قصص حالا نگاه کنید. حل کردگی بودن و یادگار فیضوف از وظیفه سبکدوش می شود، به جای یک شخص نو می رود و این کس میخواهد، این میرزا نبات بود که بود، میخواهد یک همین زوری خودش رو نشان دهد. پرونده های خورفتگی، پرونده های پوشیده شدگی رو کشاده، یعنی باد کونه رو باد میکند، گفتی خدا. و باد کونه رو باد کردن همونه که امروز حاصلش رو دیده ایستادیم. ببینید ضد مردم یک نفر به خاطر یک نفر افسر شما بخواید تمام مردم را جزا بدهید و تمام مردم جزا بگیرند و نفری که از مردمش پشتیبانی کرده است، از حقوق مردمش محافظت کرده است، از ناموس مردمش محافظت کرده است، باید او جزا بیند. این کار خطا است، این کار نادرست است. و از این نفر یک بار طرفی تقابچی من بگیر اخی یک شفقت یک بار این طرف هم نظر که اخی گفتم یک طرف هم بدخشانی رو بدخشانی گفتی سیاخی یک بار این طرف هم نظر که ما هم قربانی دادگیم افسر کم نیغم 5 سال کار کردگی بودم اونجا خیلی او بولده اخی الله رحمتش کردگی باشد گذشتگانش. رحمت برادر عزیز، من افسوس میخورم که او برادر در یاد و فکر مردم، در تاریخ مردم خاروق همچون قهرمان میماند. اون نفری که کشته شده از جانب مقامات برای اینکه او از ناموس همدیارش حفظ محافظت کرده بود. این نفری که بعد ضد او تیر کشاد همچون خائن دشمن خلق میماند در یاد مردم، به خاطر آن که بر ضد کسی تیر کشاد که او از مردمش، از ناموس مردمش، از ناموس دختری همسایش یا که دختری همدیارش دفاع کرده بود. او در دیار شفقت جان یک سوال شما را در مردمش همچون یک شخص قهرمان، همچون یک شخص جسور، همچون یک شخص بناموس در یاد مردمش میماند. این نفرانی که برای بازداشت او رفتن و از یک بیناموس تجاوزگر خواستن که طرفداری کنن، جانبداری کنن، مردم تا آخری عمرش با خائن بودن، با بیناموس بودن یاد میکند. شفقت جان تو یک طرفه بهانت روز میرسه تقابچی منم قهرمان میشوه، او را نصیب باشه مردم بدخشان میفهمن، او را قهرمان هم میگن. شفقت جان یک بار همین دو طرفه نه ترازو را یک طرفه فقط زیر میکنی یا دو طرفه زیر کنی خیر مالش اونم موقع برای گوش کن. شفقت جان میریم شما شفقت جان روز پیش از من یک نفر بروندگی بود. بگذار اینجا حرف شما باشد. بیاید برادر عزیز، بیاید یکم پیشنهاد درست کنید ما قبول کنیم. پیشنهاد یک سوال دارم، یک چیز دارم که مرا آشکار کن. همین یک نفر روز پیش همین من برو آمده بود مسئله پدرتون شما را خیلی اوخ کردگن چی کردگن همین خیلی گفت این چیه خیلی قضیهش برادر بعد عزیز شما در راستی برادر اکات کتی اینم رسانه گویم خطا نمی که بخوام منم چیزا شنیدم وقتی گفتی رسانه به پروکرور چیکار کرده. برادر عزیز برادر هستیم. من تو برادر گفتم گفت زدم تو او تقابچی من خواهیم برو ورد یک نامده. برادر عزیز صبر کن. برادر $16 خواهر هستیم. $16 خواهر هستیم. من شما بچه طلب کردم که نام یک اکم گبزن نمیدوند. این گفته شده است که تو این کار کردی اوی ناموست شمال خورد، وجدانت شمال خورد. اوی مردک، من دختری امکم از من از همه خوردی، از همه آخری خوردیش از من 4 سال کلان است، نام مرا همه موندگی است. دیوانه ای؟ دختری امکم از همه خوردی، از همه دختری خوردترینش از من 4 سال کلان است، نام من همه موندگی است.
دختر عمکم موندگی است. شما پدرتون دیدگی نیستید یا؟ چی؟ پدر دیدگی نیسته؟ من پدرم در 20 سالگی وفات کردگی است. عمکم در همین راسته آخ کردگی یا نه اکا؟ وفات کردگی است. شبکت جان راسته همین آخ کردگی نه؟ دروغه؟ دروغ میگوید آخیر. ناموس شمال باره. یک بار تو به همدیه های من پدری من در 74 سالگیش وفات کردگی است. من مکتب رو در پهلوی پدر استاد تمام کردگی ختم کردگی هستم. استادای من رفته پرس. با وجود از من اعلی خان یا 4 نفر بود یا 5 نفر بود. من در یک سال مسکو خطی او رسید کبیره خطی چیکار کردگی؟ عمرم گذشتگی است. ایش فهمیدم او کبیره خطی چیکار کردگی و ایش فهمیدم دروغ بوده. او چیه؟ قضیه نفهمیدم. کبیره خطی شما در مسکو در رسید چیکار کرده گفت؟ در رسید چیکار کرده بوده؟ او میخیلی گفت کو بازی در این خیلی نگفت. او گفت این شما مسئله تجاوز و دیگه خوش نشید او ما همه چی هم میدونم. برادر عزیز خواهش میکنم بیایید خواهش میکنم همین مسئله من یگان عیب گناه جرم چسبوندنی باشه مردکچه چسبونه انسان بیگناه نمیشد به جرم نمیشد شاید یگان گناه یگان جرم کرده باشم همین مردکچه یافته بگوید این خیل کردگی پدرت آق کردگی است تو فلانی را زنا کردگی فلانی را تجاوز کردگی است با عقاید این خیل کردگی اوی برادر یگان گناهی کردگی به یا به یگان جرمی کمبودی کردگی من یا بیارین گوین که تو امیخه کار کردگی هستی من دیگه کار ندارم شفقت خودم ماجر من روزگار سر ویران کردیم تقابچت خواهی نگفتی همین به این سواله دادم همین گپا راسته یا نگفتن یک من دیگه چیکار دارم تو واقعی برادر عزیز پیش از سبب من گفتم که برادر گذشتگان شما را خدا رحمت کنه رحمت این یک دویم باید بدونیم که هر یک نفره که شما خیشتون امانس است یگان خیش دیگرتون پرکرور است یگان خیش دیگرتون امنیتی است یگان خیش دیگرتون در سود کار میکند میبینم که با مدنیت حرف میزنید گپ دهانتون را زده میتونید یک بار به افعالشون نگاه کنید اگر حالا من گپایم رو گفتم در قصر زندگی میکند در کشک زندگی میکند در تگ پایش ماشین های قیمت بها است یک بار پرسید معاشت چند اگر ببینید که 20 ساله معاشش جمع کند این خیلی ماشین خریده نمیتوند با اون بیناموس تقای بچم گفته گپ نزنه یا خاله بچم یا عمه بچم گفته گپ نزنید او بیناموس دشمن شما قهرمان او تقای بچه من قهرمان بود برای حفظ آرامی دیارش با او کار ندارم برادر مثال آورده ایستادم شاید تقای بچه‌تون باشد یک نفر دیگر عمک بچه‌تون باشد خیشتون همسایه‌تون دوستتون رفیقتون همسایه‌تون یا که همسنفتون در مقامات کار میکند یک بار به گشتارش نگاه کنید و به معاشش نگاه کنید اگر معاش میگرفتگیش به همه گشتارش جواب نتیاد بدونید که او نه همسنف شما است نه دوست شما است و خائن ملت است خونخوار ملت است خونی مردم خور است به انصاف است به وجدان است وحشی است از رنگ یک سگ باید قدر نداشته باشد در پیش جمعیت این خیلی انسان همین شفقت جان اختصاصتون چیه؟ بسیار صحبت کردیم حالا ظفر را گوش کنیم چی میگفته باشد ظفر بفرمایید سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ما خوب برادر سلامتیتون است الحمدلله میبینید که خوب هستم خیلی ما دور تاریخ آنلاین میبینیم این کانال میدونیم که شما چه خیلی خوب برای پرسیده هستیم که شما چه خیلی سلامتیتون است الحمدلله خوب هستم خیلی راستی گپ درباره خیلی پیش از ما همین برادری عزیز که پیش از ما بودن علمشو خیلی غم شریک هستیم برای وای نفر که خیلی یک نزدیکشون گم کرده مثال هیچ کس نمیخواد که بسرش چنین یک درد بیاید خودتون با همین برادری عزیز علمشو میگویم که خب باید که همین تقو بچه‌شون کمتر پیش مثال یک نصیحت میکردن یک گوشش به گفتی او طرفای شما که میکشیدن که برادر این کار بزه خطی خودت تپانچه نگیر که این جنایت است این طبق قانونگذاری منع کرده شده است همه خیلی است برادر بله طبق قانونگذاری های عمل کننده در حقیقت اون نفری که
با خود سلاح میگیرد، با خود هم موادهای ترکنده و دیگر همراه میگیرد. البته که این جنایت سنگین است، زیرا که انسانی بسیار هم خطرناک به حساب میرود و میتواند که در دلخواه حالت یگان جور ترک کند، یگان به یگان کس زیان رساند. که این من فکر میکنم که این بسیار یک جنایتی بسیار کلان است. و من فکر برادر همجا یک سوال دارم به شما. وقتی که هم برادر سخن کرده ایستاده بودن، شما عکس موندید، عکس همین پیشوای ملت امروی همون رئیس ولایت بدخشان. انا فکرم انا مقصد از موندن همین رسم شما در چیز، یعنی که شما گفتنی هستید که کارمند کمیته دولتی برای مثال امنیت نمیتواند رئیس ولایت یا اینکه شهر و ناحیه شد یا اینکه با مقامات محلی با فعالیت شروع کند. یک فکری من است. از شما میخوام بپرسم که مقصد از موندن همین عکس شما در چی بود؟ من حالا در این باره گپ نزدم برادر عزیز. حالا نه درست من تنها من از موندن عکس شما تنها خلاصه برآوری کردم. این البته که فکر شخصی من است. من فکر کردم که وقتی شما عکس موندید برادر عزیز، من تنها فکرم رو میگم، یک بار شما گوش کنید. اگر که شما گفتنی باشید که بگذار اکا شوکت بگذار سوال امیر ما جواب تیم. خب باز یک دقیقه برادر عزیز، ما با این نفر با برادر شوکت در صحبت هستیم. یک دقیقه مالی برادر قربان با شما نیست. کلوب بخشش. خب من فکر میکنم که دلخواه نفر البته که میتونه که وقتی که روبریت دولت با مقامات یا اینکه در یکون دلخواه وظیفه تعیین میکنن فعالیت آزادانه کرده باشه. زیرا که انا برای مثال ما میتونیم آورده که همین جمهوری همسایه قرقیزستان رو، انا ولایت بودکان رو سابق انا کارمند مقامات قدرتی یعنی که کارمند امنیت این یول در وظیفه رئیس ولایت فعالیت برده ایستاده است. که من فکر میکنم اگر که مقصد از گذاشتن عکس چنین باشد، من فکر میکنم که یگون مانعی ندارد به وظیفه‌ای که در پیش داشت. که البته فکر شخصی من است. با شما با برادر جمالدین من برنامه شما راست گپ بسیار تماشا میکنم. با برادر جمالدین شما گفتید که همین دستاوردهای استقلالیت چیز، اون من گفتید که در استقلالیت چی شد، چی هست، چی وای. برای مثال عادی من برای شما میگم که همون عکسی که در کفای شما هست، این همین دستاورد عادی ترین است. همون کتابخانه ملی که این به نهایت برای ترغیب علم و فرهنگ معارف، برای صاحبدانی شدن جوانان مخصوصا یعنی که مساعدت میکند، این البته که دستاورد استقلالیت است. در زمان شوروی من فکر میکنم چنین نبودن و این من فکر میکنم بسیار دستاورد این مثال عادی ترین است. من میتونم برای شما باز بسیار مثال ها رو آورده باشم. و در قضیه امین برادر عزیز که برادر عزیز، من این خیلی کتابخانه ساختم، این خیلی سوال نداده بودم. من گفته بودم که یک کارخانه نامبر کن که 1000 کارگر در دوران استقلالیت 1000 آدم به جای کار تامین کرده باشد، در دوران استقلالیت ساخته باشد. این کارخانه بسیار هستن برادر عزیز. من میدونم که شما هم جواب داده نمیتونید برای اینکه این گونه کارخانه در تاجیکستان وجود ندارد. برادر عزیز وقت دیگران رو نگیریم، موضوع دیگر من به شما میفهمونم که خواهش میکنم بفرمایید چی فکر اندیشه دارند. سلام علیکم شوکت برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام خود را برای تمام مردم تاجیکستانیان و تماشاگران شما برسانم. من راستی بار در قضیه یمی پیش از منازی نسبتی برادر عزیز در باره گپی اون کس گپ نزنید، چون که اون کس از موضوع گپ نزدن. فکر اندیشه خودتون داشته باشید، بفرمایید. فکر اندیشه من همین است که همون یک 2-3 نفری پیش از آن برآمدن نسبت همون جوانی که از دنیا گذشت، همون گفتن این کسی که در همون قضیه بچه تقاش هم از دنیا گذشت، این را خلق حتما قهرمانش از خائن جدا میکنه. خلق این را جدا میکنه. این مسئله است که یک دیت اگر یک تایوزی صدها نفر هم خیلی مثل خودت ببرا بگو که بچه تقای ما قهرمان گذشته، هیچ گاهی را قهرمان قبول نمیکنند. او جوانمرد علاقه نام قهرمانی را گرفت، این خائنی را نامش علاقه گرفت.
جایشان را گرفتن. دیگر ما بحث بر سر این نمیرود که کی قهرمان میمونه کی خواهیم، الکی جا به جای خودش رفت. مردم وجه تعیین کرد که جوانمرد خودش جای خود شد. تظاهرات خودش نشانگری آن است که مردم چه اندیشه دارد. بله، قهرمان جای خود گرفت، خواهین هم جای خود گرفت. اما در قضیه بدخشان ما تمام مردم تاجیکستان باید یک جا باشیم، نگذاریم. این بحث شوخی نیست. اینجا انسان از دنیا گذشت، یک جوان مرد، یک مردی که جسور به غیرت ملت ما از دنیا گذشت. این شما میگن قضیه را با این میکشین، با اون انسان از دنیا رفت. شما انسان هم میشناسین یا نه؟ به همون نفرایی که 3-4 نفر شما برآوردین را جنایتکار اعلان کردین. آیا شما قدر انسان هم میدونین که انسان چیست؟ انسان ای دنیا 2 نفر بگذاروش هم بدبخت باشد، کدامش بدبخت کدامش حق باشد، اما در اینجا انسان به قتل رسانده شد. شما فهمیدین چی قضیه؟ یک بار برمی گپ‌های دروغی خودتان به خودتان بشینین، به وجدان خودتان، به جوانمردی خودتان سوال کنین. آیا چی گونه بر یک نفر تهمت میزنید؟ چی گونه در حق یک کس تهمت میکنید؟ چگونه خودت مرد حساب میکنی؟ چگونه شما مردین؟ به خدا قسم من از این مرد بودنم اگر مثل شما باشم مردنم به که در حق یک نفر نادانسته تهمت میکنم. پس من میشونم در نزد فرزند اویلم. چگونه من با فرزند اویلم و مقصد فرزنده خون تربیه میکنم؟ یک انسانی دروغگو، یک انسانی تهمتگر. برای انسان آدمای میفهم و یا که انسان هم نیستن، ما که انسان هم نمیشیم مارشان. شاید الله دانست. نو برادر شوکت جان، من در امی اخیران سخنم به شما کوتاه میگیرم، یک چیز دیگه میگم. آن کسی که به شما دشنام داد، از سر مبارک شما نام گرفت، بگذار دشنام میان به ما دخالت کنه، که چون ثواب شمایی که به شما ثواب پرتاف به ما هم نصیب گردد. دشنامش به ما این را قبول داریم. دشنامش به خود نیست، دشنامش به هیچ کس نیست، به خود. ثوابش بر ما، ثوابش بر ما. زنده باشد برادر عزیز. تشکر به شما. وطندار بفرمایید. الله نگهبان. الله نگهبان. وطندار بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. آقای شوکت شما ناستین؟ سلامتیتون خوب؟ تشکر. آقای شوکت، همین شما بسیار یک شخص دانشمند گپای نغز میگید، نه که همین مردم میگن شما چرا این پدرتون با شپلق زدین در سر دسترخوان؟ نه خنده تو گپ حق میگن چی خیلی ذکر میشه. یک بسیار چیزهای میگن که میبوفین که اقلا واقعیت درست نمیبرده. برادر عزیز، نه آخه همین گپ هم خیلی درست است یا که نه حکم ما شنویدیم ده؟ نه درست است برادر عزیز. بعد میگن او رای بازار فروخته گرفته خونه کرده، چی خیلی کرده؟ ما خونه ندارم. او همه بدبخت میگه کو با میخنده، هم مردم اش میگه یا بدبخت نیم رای مازور گرفته، ما رای مردگذار نیست کو. برادر عزیز، من در تاجیکستان خونه ندارم الحمدلله. خیلی نداری؟ اون اصلی دودارت میگه کو؟ بله اصلی دودارم است. هنم دودار تا پرسیدم میگه که هم خیلی راکم کرده گیره راکم گرفته گیه. بدبخت میگه اون بدبخت خودش گرفته گیه. مونی هم ارتر لعنت میگن در اش. شما اصلی دین دودار من بشناخته اید؟ کمیته دهه ما یک نفر با نام طلب است. پیشتر والیبال بازی میکرد، از نام دهه ما همچون والیبال بازی میکرد. حاضر کمیته محلی مشتی. یک بار با او با والله بالله تالله قسم داده گوید که همین ها نبودن که همین کوچه تنگ را وسیع کردن از حساب باغ خودشان. شما در اصل حساب باغتون کردین یا که همین زمین راه دولتی را گرفتین؟ برادر عزیز، جایی که کوچه نبود ما از حساب خودمون داده بودیم تا اینکه مردمی پیاده‌گرد گذرد. بعد از اون همین کمیته محله همین سال خواهش کرد که اونجا خیلی گپ نیست. همین کمیته محله خواهش کرد که یک کمی دیگر همین قدر همت کردیم، یک کمی دیگر میدادیم که یک ماشین های 100 گرم میگذشت، ما دادیم.
بعد برای چی شما را خیلی میگن که نیم راه را گرفت و همه را از اون خود کرد یک آدم ننشیدنی؟ موضوع رو به شخصیت نبریم، لیکن در همین مسئله الحمدلله رب العالمین تمام همدیه های هم میدوند. تمام همدیات میگم پدر تزد که قسم خور که به خدا که همین کار نکرده. غالب من هستم همسایه همون خانه مادرم، اونجا خانه من نیست. خانه مادرم برادر عزیز از طرف نه همین پدر تزدگی به خدا قسم خور که نزده. والله بالله تالله از طرف دست راست به این همسایه راه دادگی هستیم، راهی تنگش رو ماشین گذار کردگی هستیم. والله بالله تالله از این طرف خانه ما در مابین راه موندگی است. نه پیری کور همین مقصد باید همین پدر تا به شپالوق زدگی نه به خدا قسم خور. صبر چی برای چی قسم خورم؟ همین پدر تا زدگی هست یا که نه در سر دسترخوان میگن ما اشتیو میگن که ما کجا میدونم ما هم کورسو میگن. برادر عزیز نه من برادر عزیز من اکوی کلونیام رو نمیدونم، از همه اکوی کلونیام رو نمیدونم او چگونه با پدرم زندگی کرده است. از او اکوی کلونیام پایانی ما 8 برادر، من خودم میدونم که همون 8 برادر بر روی پدرم نگاه کرده گپ زدگی باشد. برادر همین اکاخویم تو همین خوردی پدرم رو پول تی گفتن توسگی نه پول تی گفتن نمیتونست، به مادرم اشاره میکرد پول، بعد پدرم میداد میگرفتن. بر روی پدر نگاه کرده گپ زدن چی؟ تو یک حقی همسایه موی رفته پرس؟ نه اکاد نه همه دودر کمی گپ رو گفته اصل دین اکو و میگه آدم مرض بود و اکامو پدر منزده بود مو رو همه اوخ کردگی. او برادر و اصل دین دودر هم 25 تا مرد یک تا کنید وجدانش ناموسش یک تا کنید به ناموسی اصل دین دودر هم برابر شده نمیتوند. یک بعد اگر اکاش اکویش جنایتش به طور باشد که مثل ابرهای تمام آسمان آفتاب را پناه کند زمین را سیاه کند، عیب من گناه من همین قدر باشد، اون میگوید که اکم همین کار را کرده است. نه من نمیگم که مثال شما جنایت کردی کار کردی کار خودت نه که من مسئله پدری را پرسیده سودم که همین هست یا که نه. مثل خودت شخصایی که این گونه با استهزا صحبت کردی 25 تا جمع کن، ناموست، وجدانت، جسارتت، شجاعتت به یک اصل دین دو درم برابر نمیشه. دفشم نه واقعا من درباره شجاعت دفشم خیامدین بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکی شبکت خوب هستید؟ کارتون نگذشت؟ و علیکم السلام و رحمت الله و هر یک برکاته. بیننده که ما رو میبینند سلام خود رو میرسونم و مسئله قضیه که امروز در ولایت مختار کوهستان بدخشان به وجود آمد و من داخل برنامه‌تون نبودم وقتی که به من گفتن که نام تو رو در برنامهشون میگیرن. سببش هم همین بود که راستی اکا من پیش از اون که یک مطلب رو بنویسم یا یک مطلب رو در یک برنامه بگویم، چون مسئله بسیار یک مسئله هست که به احساسات مردم بسیار تاثیر کردگی هست. مسئله هست که بسیار هم از خواندن تنها یک معلوماتی که امروز در اجنتی ملی اطلاعاتی خاور برآمده است از همون هم تنها خلاصه برآوردن این کاری خوب نیست و اون معلومات کفایگی هم نمیتواند که ما بگوییم که وضعیت چگونه بود و چگونه شد و در آنجا هم نوشته شده است که مرکز مطبوعاتی پروکراتور ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر میدهد، یعنی اینها به همین منبع تکیه کرده همین معلومات رو نشر کردند و راستیگه من وقتی که برادرانی رو دیدم که در نزد سفارتخانه جمهوری تاجیکستان در پایتخت فدراسیون روسیه شهر مسکو هستند و ویدیوهایی که در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان دیدیم، البته که من رو همچون یک تاجیک بسیار هم در یک حالتی ناگوار ماند که ملت من امروز یک برادری تاجیکی من اولش که وای آدم خواه جنایتکار باشد خواه نباشد، وقتی که بعدا این مسئله تحقیق می شود و انیق می شود که باشد نباشد خداوند جویش رو جنت گردانیده باشد، من به پدرش، من به مادرش، من به هر یک اهل پیوند همون نفر اگر جنایتکار باشد برادری جنایتکاری من است، اگر در همین مسئله یگان اشتباهاتی کارمند مقامات شدگی باشد آن برادری شهیدی من است. او کی نباشد خداوند به تمام نزدیکانش صبر جمیل عطا بفرماید و این البته که کی نباشد درد است، دردی همون دردی ما هم هست. لیکن من از هر یکی شما خواهش میکنم امروز ببینید در شبکه اجتماعی خصوصا در یوتیوب برنامه شما رفته ایستاده است
وقتی که وارد شدم میبینم برنامه صدای همون گروه 24 رفته ایستاد است، برنامه اصلاح رفته ایستاد است و هر یک نفر کوشش کرده ایستاده است که مردم رو به کوچه دعوت کند، رئیس جمهور را گناهگار کند، حکومت را گناهگار کند. دوستی عزیز و من به دیگران هم مراجعت میکنم، برادران عزیز، برادرانی که تماشا کرده ایستادید و یک خلاصه الکی برآوردید و دعوت دارید که دیگران را هم به نزد سفارت بروید. دوستان عزیز، برادران عزیز و شما هم دوستی عزیز شوکتی محمدی، ما مسئله را پورا نمیدونیم که مسئله چی هست. درست است که شما گفتید که این خیلی مسئله را ما هم میدونیم، همه میدونند. سال گذشته در شبکه اجتماعی نشر شده بود که مقصد همان نفر با سبب اونه که یک نفر زن یک نفر خواهری بدخشانی ما رو یعنی فکری بد کرد، گپی بد گفت، عملی بد کرد، آن نفر برد و یعنی مجازات کرد همان نفر را. لیکن دوستی عزیز من یک مثال عادی رو میگم، اگر از همین مسئله چقدر امروز ببینم سهراب ظفر میگه که باید هر یک نفری که به چنین عمل دست میزند فلان کرده شود، شما میگید اخته کرده شود. اگر اخته کردنی باشیم باید از کبیری سر کنیم، چون که وقتی که همون سخنرانیش با همون زن برآمد، همون نفر برآمد و چی گفت؟ ما هم پیغمبر نیستیم، ما هم انسانیم، پیغمبرها هم خطا کردن، ما هم اشتباه کردیم گفت. لیکن در آن متنی که اودیو ضبطش برآمد و گفته ایستاده است زن با فلان و وای متن سخنهای ببینید چگونه بود. شوکتی محمدی و دیگران با احساسات مردم نرسید. شما امروز میتوانید با این کارتون یعنی چندین نفری که اگر قضیه روز پگاه معلوم می شود، البته مقامات هم امروز درست درک کنید که در حالتی که پورا یک مسئله رو نسنجیده در یک مدت کوتاه نمیتوانند که مثل من و شما که این گپ گفتن باور کنید آسان است، لیکن وای رو با اساس و دلیل و فکر آن گپ میتواند یک گپی باشد که حکومت رو از نام حکومت میبرد، یعنی گپی است که وای الکی گویا که عوض نمیشود، گپی حقیقت میبراید. از همین خواهش میکنم که به احساسات مردم نرسیم. امروز شاید یک نفر احساساتی میشد، جان این نفر از دست رفت، شاید چند کس دست شاید به یک کاری از این بدتر یا یک کاری بد به دست میزند. دوستان عزیز ما همه تاجیک هستیم، باور کنید شما امروز مثل یک گروه جنایت پیشه که از هر یک وضعیت میخواد برای به دست آوردن هدفهای سیاسی خودش از همه چیز استفاده کند، مثل کشوری که دو کشور رو به جنگ می اندازد خودش یراقی خودش میفروشد، مثل یک کشوری که کوشش میکند در یک جا منطقه قحطی بیاید و آنجا رو زیر نظارت خودش بگیرد، مثل روسیه و آمریکا که امروز سوریه و عراق و افغانستان تمام منبع‌های درآمدش در دست این دولت‌های ابرقدرت شدگی است. دوستان عزیز وضعیت منطقه ما بسیار هم حساس است، احتیاط باشیم، زیرکی سیاسی از دست ندهیم که هستند کشورهای تاثیرگذار، گروه‌های تاثیرگذاری که امروز کوشش دارند منطقه آسیای مرکزی خصوصا همین دولت‌های ما و با ما همسرحدها ناآرام باشند و آنها وارد بشوند اینجا. دیده ایستادیم منطقه‌های انمی پلیگون‌هایی که ابرقدرت‌ها ساختگی هستند نوبت به نوبت جای خودش دیگر میکند و امروز این نقشه‌ها نشان داده ایستاده است. ببینید کم در صبر، خدا هم صبور است و صبوران را دوست می‌دارد، همین گونه نیست؟ یعنی هر انسان هر بنده ای که صبر کرد ببخشید برادر به انجام میرسونم هر نفری که صبر کرد برد کرد. خواهش می‌کنم به احساسات مردم بازی نکنید و به برادران هم میگم که برادران عزیز به احساسات داده نشوید، به هر گونه کارهایی که این باشید. شد خیام‌الدین خواهش میکنم با آوازی من شما رو دشنام نادم مثل اون نفری که شما رو دشنام داد. البته کاری ناخوب کرد. خودتون برنامه میبرید، یکی از قاعده های در برنامه شرکت کردن این است که وقتی که برنده میگوید که بس کن بس میکنید، چون که این برنامه برنده دارد و من به شما بدون بریدن حرفتان فرصت دادم که همه گپتون رو گویید. من مخالف هستم به هر یک حرفتون، لیکن صبر کرده گوش کردم. برادر عزیز کبیری هست، دیگریش هست، کسی هست نیست، وقتی که به ناموس خواهر تاجیک، به ناموس مادر تاجیک، به ناموس دختر تاجیک چشم الان بکند باید اخته کرده شود. کبیر شاخ دوم داره کی رو میبری من چی؟ حالا بار دیگر حالا خیام‌الدین من باوری داشتم که وقتی که شما همون نوار رو تماشا کردید یا چند نفر رو
خودشان رو تحلیلگر و پهلیلگر گفته میگردن تماشا کردگی هستند. درست اهمیتیت یک مردک جوان مرد وقتی که از جانب یک خواهر مسلمان اینقدر هجوم جانبش می شود، وقتی می بیند که به گپ نقص تریتوری من نبیا، تو رو نمی خواهم، گفتن نمی فهمد، همین خیلی جواب میتید. یک مردک وقتی که به نقضی می فهموند که اطرافم نبیا، تو رو نمی خواهم، تو لازم نیستی به من یک شخص سیاسی هستم و نمیتونم که این لحظه هر وقتی که تو عاشق من بوده ای، پروانه من بوده ای و به این گپ تو هر وقتی که خواهی جواب تیم، من به این گپ جواب داده نمیتونم. وقتی که این گپ رو نمیفهمد، یک گپ خنوک زده نشتر کن، یک گپ نادرست، یک گپ قبیح زده نشتر کن که گپ بفهمد که یک تا چه اندازه جدی یک مرد گروه نمیخواهد. این کار این جانب دیگر است، این گپ دیگر است. این را درستتر شما تحقیق کنید، یک بار دیگر نقص کرده گوش کنید. این یک طرفی مسئله. طرف دیگری مسئله برادر عزیز خیام الدین، حالا در اول شما درست فرمودید، قضیه باید آموخته شود و مسئله تظاهرات مسکو هم درست فرمودید. حالا من از اول برنامه تا با آخر برنامه یگان کس به تظاهرات مسکو دعوت نکردم. این گپتون نادرست است و تنها خبر دادیم که همین خیلی مردم جمع شدند و باز هم انبوه جمع شوی مردم زیادتر می شود. این گپ رو گفتیم، لیکن برای به نزد سفارت مسکو روید یگان کس رو نگفتیم. برای در خارج جمع شوید گفتیم که اساساً ببینید همینجا من در برنامه هم از سری منصب رفتن سورونبه جیمبیک رو مثال آوردم که چگونه وقتی که مردمش جانش بلب آمد، هر درست هست اونها بگذار مردم قرغیز همین خیلی باشن، لیکن یک نفری با فرهنگ با مدنیت درک کرد، گفت که من نمیخوام که خونی مردمم ریخته شود. این میرود امونسوش میفرستاند، امونسو یک نفر دستگیر کرده نمیتوانند، با پتری دستگیر میکنند یا با پتری میکشند. همین نفر جنایتکار مردگیش هم، نفر جنایتکار در همین حادثه مردگیش هم این پتری فقط اون طرف نیست، همین پتری حکومت است که از او چقدر مثلا کریمینالیستی که قاعدش همین که او بدونی کشتن اگر به دست می آوردی چقدر از او اعتراف میگرفتی، تمام او را به خاطر آن کشتن که یگان نفر به خاطر آن او را پراند که در داخل آن رفتگی ها برای بازداشت کردن. میدونست که اگر او بازداشت شود نکشته بازداشت شود برندش سری چند مقامدار رو فاش میکند، اکثر وقت برای همین کشته میشود. حالا ولسپیدرون ها، قصه ولسپیدرون ها داعش در یادتان هست چه خیلی ساختند و شرمنده شدند. کودک هایی که در عمرشان یک بار автомات در دست نداشتن رفته کشتند، گویا بی‌ضرر گرداندند. این عیب است، این شرمندگی است که کودک بروی بی‌ضرر گردانی و بقب بازداشتش کن، هوشش رو به یک جای دیگر بند کن، از پشتش رو از یک جای دیگر رو، چند تاکتیکای بازداشت هست، چند تاکتیکای جنگی هست، زنده بازداشتش میکنی. باید او کودک کشته شود. برای چی؟ برای آن که سری اونها اون نفرایی که کشته شدن شهروندان خارجی بودن، حتما حق میپرسیدن که با جنایتکاران صحبت کنن. چه خیلی که آمده صحبت کردن، روزنامه‌نگارانشان تاجیکستان رو تنگ آوردن، روزنامه‌نگاران از خارج آمده با او سردارشان صحبت کردن. اخیرش اینقدر تنگ آوردن که او را در داخل کشتن، در داخل زندان. برای چی؟ برای اینکه سازمان‌های خارجی، کشورهایی که شهروندشان در تاجیکستان در همین حادثه ولسپیدرون ها کشته شدن، اینقدر زیاد طلب کردن که برای پرسجو در داخل زندان کشتندش. این شرمندگی است، این بی‌ناموسی است، این از عهده نابرایی است، این نداشتن مدار حکومت داری است، این علام‌آور است.
حالا همین چیز آموخته می شود. چی؟ بغیر از شما دیگه آدم نیست در دنیا. همه این چیز آموخته می شود برادر عزیز خیامدی. همین چیز رو هم ما صرف هم نمیریم که با ما شما نصیحت کرده اید. همین چیزی صرف هم نمیرفتگی است که در کشتن هر یک جنایتکار وقتی که جنایتکار زنده به زنده بازداشت کردن نمیتونی، تو یگون خیل مداری در اون مقامات کار کردن نداری. با تمام وجودی هستیت کوشش میکنی او بازداشت شود. ترکیب دیگه ترکیب‌های جنایت آشکار شود. رفیقانش کی هستند؟ همکارانش کی هستند؟ باید اقرار شود. باید جنایت‌های دیگر آشکار شود و پیش راهی جنایت‌های دیگر گرفته شود و همین طور سطح جنایتکاری را از بین بردن. حالا از کجا میدونید که یک نفر دیگر به این نفران پاره دادگی است؟ شاید در نتیجه شکنجه اون بازداشت میشد، اون نفر دیگر رو میفروخت، یک جنایتکار دیگر بازداشت میشد. اینه که از کجا میدونید پاره خوردگی است؟ او را یک بار نیست نابودش کرد، با همون تمام چند سیر از بین رفت. وقتی که مقامات انتظامی جنایتکار را بازداشت کرده نمیتواند و او را گویا بی‌ضرر میگرداند، این یک پیش از همه نشانی ناعهده برایش است. دویمش این است که پنهان کردن ترکیب جنایت است. برای همه جنایتکار بی‌ضرر گردانیده می شود. بیشتری وقت در 90%، در 10% درست هیچ راه موندگی نیست که او بی‌ضرر گردانیده نشود. حتما بی‌ضرر نگردانی دیگه علاج نیست. چند پلیس میمیرد یا که چند نفر از بین میرود، درست یک در 10%، 90% همین خیلی است. پنهان کردن ترکیب جنایت. از این برایت مقامداران ما 90% جنایتکار هستند. همین بازگوی همین حادثه ها بازگوی وضعیت امروزه تاجیکستان است. حالت مقامداران ما است. حادثه ولیسپیدران ها، اونه که گفتن از افغانستان آمده به قسم حربی هجوم کردن. میفهمیم که چند بیزنسمن استرافشانی به اهل اویله است. این حکومت بین به خاطر آن که در یک حالت معین فکر اندیشه مردم رو به یک جانب کشاند، یک سپکتاکل تشکیل میکند که اون با قربانی انجام میشود. این سپکتاکل با قربانی تمام میشود، با ریختن خون انسان تمام میشود. این خیلی نشده است. این خیلی نباید باشه. بس بودگی ساخی، بس بودگی است. وقتی که از پشت یک مردک صدها نفر میبرایند به پیش نزد حکومت میروند این را چرا کشتید؟ از این میبراید که او حرمت داشت، احترام داشت، اعتبار داشت در نزد مردمش. کی را کشتید؟ یک شخص صاحب احترام، یک شخص صاحب کرامت، یک شخص صاحب اعتبار را کشتید. وقتی که این خیل نفره که از عقیبش مردم میخیزد تظاهرات برپا میکند، باید دانسته شود که مقامات چرا او را کشت، که اینقدر مردم را دوست می‌داشتند، می‌برآمدند از پشتش تظاهرات می‌کردند. این طرف مسئله هم دیده برای اینده تا این حد که جانش را به خطر گذاشته. حاضر در مسکو تظاهرات کردن آسان می، تجمع کردن آسان می. جانش را در کشوری غیر به خطر گذاشته، اینقدر جانش به لب آمدگی است که میرود پشت در سفارت مردم جمع می شود. چرا؟ اول پیش از همه مقامات به این سوال باید جواب جوید، جواب یابد که چرا این مردم صرف نظر از همه رفته از پشت در سفارت جمع شده است.
پروای امنیت خودش رو ندارد، به خاطر آنکه در وطنش یک نفر رو کشتند، پشت دری سفارت رفته است که شرح دهد که چرا این طور شد. چرا ما این رو نمی اندیشیم؟ این نفرانی که از همین حکومت پشتیبانی میکنید، نفرانی که از همین رژیم پشتیبانی میکنید، چرا همین رو نمی اندیشید؟ چی جای مشکلی دارد همین رو اندیشیدن؟ دل جگری آدم میسوزد، دل جگری آدم کباب میشود وقتی که یک شخص صاحب معلومات، یک شخص صاحب دیپلم در دانشگاه درس میدهد، برنامه‌های سیاسی دارد، همین رو صرفم نمیرود، با پشت همین حکومت رو میگیرد، پشت همین رژیم رو میگیرد. 30 سال باز بچه خدا 30 ساله نبودگی تولد شدی از اوچت دیدی همین امام علی رحمان پرزیدنت تو حال حاضر همین کارش جنایت است، همین جنایتش بس است که 30 سال باز در سر قدرت است. کنستیتوسیون رو تغییر میدهد، این رو تغییر میدهد از بازور، با سوء استفاده از مقام منصب. با تو خیام میدید همین جنایتی رئیس جمهور بس است که تو از او جانبداری نکنی که 30 سال باز در سر قدرت است. پسرش رو آورده است، دامادش رو آورده است، دخترش رو آورده است، این تبیره تو تبیرهش رو آورده است. با تو جان است، با تویی که معلومات داری، استعداد داری، جات نیست، جات از هم تریتورات دورتر نمیری. یک بار خودت که رستم امامعلی برکش، سوادت، استعدادت، طرز اصول سخنرانیت، یک بار به همین رستم امامعلی برکش. اوه چند سال شد این گنگ است، حالا به گپزنی ندار آمده است رئیس مجلس ملی، اونه که حرف ملت رو باید بگوید. یک گنگ رو برده مونده رئیس مجلس ملی. همین جنایت نیست برادر؟ همین سوء استفاده از مقام منصب نیست؟ اینو کی کرده است؟ شخص اول کشور. برای تو بس است هم که سرت را از زمین بالا نکنی. همین ناموس بس است که یک نفر از خاموشی تو استفاده کرده، برده است پسرش رو رئیس مجلس ملی مونده است، دخترش رو رئیس دستگاه مونده است، دامادش رو رئیس بانک مونده است، داماد دیگرش رو اجازه داده است تمام بیزنس تاجیکستان رو مونوپول کند. با تو خیام الدین همچون یک شخص صاحب معلومات، همین ناموس بس است که سرت رو از زمین نبرداری که به همین خاموشی رو اختیار کرده اید. میفهمی خیام الدین؟ دل جگری آدم کباب میشود وقتی که یک شخص صاحب معلومات اینقدر با این حالت گپ میزند. میفهمی برادر عزیز؟ سپیکتاکل اجرا میشود با قربانی، با خونی آدم ریختن. یک نفر رئیس ولایت راضی نمیشود که در ولایتش خونی مردم بریزد، از کار رانده میشود، دیگه کس رو میبرن خونی مردم رو میریزن. چرا همین طرفی مسئله فکر کرده نمیشود؟ دیگه کس یک امنیتی رو میبرن میبانن تا اینکه وای رحم نداشته باشد، شفقت نداشته باشد، تا اینکه جسارت خونی مردم رو ریختن داشته باشد. چی جای همین میاندیشیدگی نمیفهمیدگی دارد؟ بس بودگیست آخر، بس بودگیست آخر، بس آخر. از تمامی رخت انسانیگری برآمده رفته ایستادن. کی گناهگار؟ مخالفین گناهگار که گپ زده ایستادن. حالا چی؟ مردم رو به ناتنجی برده ایستادید. مردم گپ زند، حقش رو طلب کند، برای چی ناتنجی میشده است؟ اگر شما گوش شنوا داشته باشید، اگر همین مقامات گوش شنوا داشته باشد، مردم گپ زند. چرا مردم وقتی که گپ میزند حقش رو طلب میکند، وقتی که این حکومت گوش شنوا دارد چرا جنگ میشده است؟ سال 92 رو باید بیاره صدقه آدم، یعنی مردم رو از جنگ میترسونید. آخر مردم وقتی که حقش رو طلب میکند، حقوقش رو طلب میکند، وقتی که این حکومت گوش شنوا دارد گوش میکند، چرا جنگ میشده است؟ مردمی که سلاح ندارد، یراق ندارد، هیچی ندارد، یک تا دوتا میخیر سپیکتاکل تشکیل میکنه، میگن یراق داشت، سلاح داشت. خالی سلاح کردن به چند سال شد؟ حالا 5 سال 6 سال پیش نو سر کردن، اقلا شکارچی همین ملتقی شکاری نداشت.
کمان شکاری نداشت. همه شو رو جمع کرده گرفته بودن. چند سال؟ ماکسیموم 10 سال شد. کم 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 به همین شکارچی ها اجازه دادن که داشته باشه، با اونم با چند حجت گذاری های دیگر. آنکه در مغازه های همین کشورهای اروپایی، در همین روسیه، در همینجا سلاح در مغازه فروخته می شود. یگان واهمه نداره. یگان واهمه نداره. یگان تروریست این خیلی گپ وجود نداره. میرود با شناسنامه‌اش میرود، اجازت میگیره، میبرد، پیستولت میخرد، اتومات میخرد. اتومات ها موندگی است. چقدر سلاح‌های چی موندگی است؟ میرد مردم خریده گرفته رفتن میگیرد. یگان واهمه وجود ندارد. همه واهمه در تاجیکستان. برای که این حکومت از مردمش میترسد. از مردمش هراس دارد. از مردمش هراس دارد. میداند که این مردم به این گونه حکومتداری راضی نیست. من خیامالدین دودر عزیز، من خودتان رو سخت احترام میکنم، اما افسوس میخورم که همین شاید از من 2 برابر و 3 برابر همین چیز رو خوبتر احساس کنید، خوبتر بفهمید، خوبتر درک کنید، اما مثل اینکه چشمانتان پوشیده و گوشانتان پخته پنبه زدگی نشنیدید، ندیدید و باز میخواهید که مردم بفهمد که انا همین رژیم امروزه خایقه تاپ تازه است و این مردم مهاجران مخالفان هستند که نادرست میگویند و نادرست میفهمند و نادرست میگویند و نادرست تفسیر و تحلیل و تحقیق میکنند. همین حکومت چه جای تفسیر و تحقیق دارد برادر عزیز؟ هم مثل یک دسترخوان توپ تونک، هم تمام دهشت افکنیش، وحشت افکنیش، دروغگوییش، ظلمش، استبدادش، شکنجهش همش معلوم است. چی جایی نمیفهمیدگی دارد همین حکومت؟ ولی یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم. الو، بفرمایید. سلام علیکم آقای شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما ناز کتون خوبه کو؟ تشکر به شما. یک شب از این تلویزیون دیدیم و اکواز اخبار نه تاجیکستان من نشون دادم. یک همین شما اکو یک 3 ساعت شد کینو کردید، یک جنایتکار مرده است کینو میکنید. از دیدید که چند خیامالدین ببخشید یگان گفتنی دیگر دارید؟ من فراموش کردم که شما رو بپرسم. تشکر زیاد، خیلی بسیار سخنای اینجا گفتید. دوستی عزیز، من در آخر یک پیام دارم، اگر اجازه باشد 1 دقیقه هم وقتتون نمیگیرد، به همون نفرانی که در همین شرحهای شما می نویسند اگر اجازه باشد. مالش 1 دقیقه. 1 دقیقه هم نمی شود. اونهایی که می نویسند و گویا بعضی حالت ها می شود که ادعا میکنند که من یابم یا که کی میشناسد من. دوستان عزیز، برادران عزیز، ما اینجا بر آمدیم آن مسئله که شما اگر فهمیش داشته باشید، اگر شما درک کنید که سخن درباره چی میگه، شما بعضی وقت بود که حکومت رو به فرم جواب گناهکار کردید، لیکن من نو درک کردم که فرم جواب خودی گروهی که شما سازمان داده بدید که با نامهایی که در حقیقت نام اصلی نیستن، یک سخن اکای شوکت 1000 بار میشد که کپی شدگی هم تو برفتن میگیرد. مرحمت دوستان عزیز، من در صفحه فیسبوکی خیامالدین اسماعیلوف هستم. هر یک برادری که میتواند اونجا بنویسد، هر سخنی که بخواهد اینجا خودتون رکلام نکنید و کنیدم بگذار، لیکن اگر مقصدناک همین سخنتون باشد مرحمت که بنویسید، باقی با احساسات دادن نشوید. هر یک گروه منفعت خودش میگه، اولا خودتون فکر کنید ملت ما خدا خواهد ملتی هست که ما ملتی عهد دوست هستیم، ملتی صلح دوست هستیم، ملتی هستیم که در هم حالات سرجم هستیم. خدا خواهد این انیق می شود پگاه فردا و آنهایی که این تفریقه رو انداخته ایستادن میفهمند که خطا کردن. باقی خدا یاری هر یکی شما باشد. خدا همه اشیا به خوبی انجام دهد. تشکر زیاد. عبدو بفرمایید. عبدو بفرمایید. عبدو هستید؟ میکروفونتون رو فعال کنید. نازیدو درست ایدو؟ خدای شکر. خودتون هم نازیدو کسکیدو؟
کاراتون دوزکا الحمدلله بفرمایید. شوکت اکا یا بار بید محمد اقبال شما خانه شما کانا بیماری روی پیدا کردید و برنامه شما را رسال غیبت کرده است آب روی ما ریزانده است مردمی اش چلاو مردمی اش این گفته یگان گپ زنید وای با او حسین اش باشد بیماری روحی کسل او شما را وای کرده است که وای برنامهش این خیر وای برنامهش این خیر ماده این خیر نشده یا ما مردم اش همون آب رو داره برادر عزیز یک بار فهمونید با اکا کبیری سوز کرده فهمونده شما ملده شما با کبیری بود کی بود خوبش کرده شما عبدو گوش کنید بعد مسئله بدخشان زور رحمت همه جا آرام خواطر نشوید تاجیکستان زور یک بار خاموش کن عبدو برادر شما از اش نیستید شبکتگاه میکروفونش خاموش کن پای فرار این حرمت خودش نداشت برادر شما ازش نیستید خیر کم اشتها چه خیلی گم بزند میدونستید درست برادر محمد اقبال نامش گرفتید حسین اشورف نامش گرفتید من با برنامه هاشون کاردار نیستم چه خیلی برنامه میبرن با کی ها برنامه میبرن کاردار نیستم این یک دویم درباره هر دوشون هم بجز حرف خوب دیگر حرفی ندارم و یگان نفر از زبان من نسبت هر دوی همین برادر یگان حرف ناسزایی نشنیده است انشالله نمیشنود هم و کوشش میکنم بجز حرف خوب از من درباره هر دوی همین برادر یگان نفر یگان ذات یگان حرف نادرستی نشنیده باشد سوم چیز برادر عزیز من فکرم اندیشم این است که عدالت در کشورم برقرار شود و هر چه زودتر به کشورم برگردم و یک شخص قطاری زندگیم رو دوام بدهم و یک شخص قطاری تاکید میکنم و یک شخص قطاری همچنین یک شخص قطاری زندگیم رو دوام بدهم همین قدر نیت دارم برادر هیچ چی ندارم و وقتی که دخترم رو مکتب میرود رومولاد رو کش گفته کدام یک معلمی بی مدنیت بی فراسات بی ناموس بی شجاعت بی جسارتی که فرمان اجرا میکند رومولاد رو کش بگوید من از حکومت ترسیده هیچ چی گفتن نتونم من همین چیز وجدانم نمیبردارد ناموسم نمیبردارد و وقتی که بسری خودم یک بی‌عدالتی بیاید مبادا برده محکم میکنند مبادا برده مرا اینها یگان گپی بلندتر زنم برده مرا ترمه میکند گفته سری خم روز شمشیر نمیبرد گفته دایم سرم خم باشد من این رو نمیخواهم برادر عزیز اگر من در تاجیکستان یک برده نانم رو حلال با مهنت حلال میافتگی باشم همچون یک شخص قطاری همچون یک فرزند چوپان من فردا میخیزم تاجیکستان میروم در غربت زندگی کردن در مسافرت زندگی کردن در مهاجرت زندگی کردن آسان نیست برادر بیگانگی است بیگانه هستی تمام بیگانه هیچ وقت خودی نمیشوید برادر عزیز من همین روز دانم که انامین گونه بی‌حقوقی ها مرا در کشورم رنج نمیدهد مرا سرخم نگه نمیدارد من با سر بلند تاجیکم گفته با افتخار در کشورم زندگی کرده میتوانم یک ساعت در این غربت نمیستم یک ساعت اکنون بفرمایید درباره بدخشان عبدو بفرمایید درباره بدخشان هستید رفت نفر دیگر رو از واتساپ بپیوندید الو السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر شوکت محمد امی خیامدین در یک پیام دارم بفرمایید حتما گوش میدم همی خدا نصیب کرده باشه و همی فیروزی به دست برسته من همی آدم صورتش گرفته ماندگیم با ایرا نمیدونم با ایچ خیلی میکنم ای کدم حساب گپ میزنه ای کدم عدالت گپ میزنه ای دیجا گپ میزنه من نمیفهمم این طرح اینو گپ میزنم به فکرم که در امریکای خیلی عدالت نیست
در یگان روی دنیا نه که اکثریتش همش حرامخور جزیری همین تاجیکستان میگن الرژیات میگیره. همین چاپلوس قطعی وقتانه نگذرونه برادر شوکت محمد. بسیار خوب، تشکر. زنده باشید. مناسب شو بفرمایید. اینا چاپلوس نیستن، اینا ساسکوان، ساسکا میگن، ساسکوی دعوتی. بفرمایید مناسب شو. حالا میبینم نظام هم همینجا هستند. آقا برادر سلام علیکم، برادر شوکت محمد. هم برادر رمضان کمی صحبت داشتیم درباره همین رویدادهای امروزه تاجیکستان که ببینید که مردم وقتی که سخن میکنیم که این رحمانов آدمکش است، این حکومت دیکتاتوری آدمکش است که جوانان را میبره میکشه. با خدا قسم میبینید شما باور نمیکنید که هر یک تاجیکی که در کدام منطقه نباشد شما خیال میکنید که این پامیری است، این یاوانی است، این کلابی است، این خوجندی است. نه برادر، ما همه تاجیک هستیم، شهروندان تاجیکستان هستیم. باید روز اجازه است که ما باید بخیزیم همه یک جویا. ما دیگه باید نگیم که این کاری پامیری های این گپ نزنیم. ببینید که تا چی درجه رسیده که 2012 سال همین حادثه بود، چند نفر کشتن با حاضی سر کردن. این مردم شما تو چند کره خب میکنید؟ همین خاموشیش به خدا قسم در پاهاتون زنجیر میزنن، شما غلام این همین رحمانov و اویله رحمانov میشین. سلام علیکم برادرو، اکا شوکت جان سلام علیکم. خطاب میکنم باز به مردم وروخ. برادران دیده که لیدر ما را نمیخواد یک نابود کردن. امروز ما خواهرای ما در دست حکومت ها موندگی هستند، خانه های ما موندگی هستند، زمین های ما در دست قرقیز هستند. ما هم در نزد قرقیز خوارزان شدیم، هم در تاجیکستان هم در بیرون. نوبت یگانه جایی که مردم به ناموس هسته بدخشان هست. اگر که ما که خاموش ایستادیم با همون ترسانچکی و هیزلکی و یا دیگر فروشی و کنکوبی را که کردیم، بدونن که ابدا ما غلام میمونیم. امروز ببینید که یک موسفیدک میره دخترای تاجیک بغل میکنه، صورتگیری رقص میکنه، قطعی دخترای تاجیک 18 ساله میره دم میگیره، کیف میکنه میگرده. ما مردم باشیم، بچه‌های تاجیک باشن در راستی توالت روس میشون میگردن، بیچاره دسترویکو خور زور هستیم در روسیه و در قزاقستان در دیگه دولت‌ها. ما خواهش میکنم از همه شما که بس کنیم برادرو، همین چی گویم بخیلی را بس کنیم، دیوانگی بخیر، شیطان بازی و رقاصگی عرقخوری را فکر ملت کنیم. به خدا قسم اگر 2 سال 3 سال دیگه هم خیمه تاجیکستان پران از بین میرود. الکی ما تاریخ ما را نابود کردن، فرهنگ ما را نابود کردن، دین ما را نابود کردی سودا که مردم نماز خودش از دین دور شد. دیگه امروز برای یک بچه‌چه ما بلاگر میخیزن، مردکای پیرکی حقارت میکنیم، گپ قبیح میزنن. یا از چی از بدینی و از بیمونی شما است که حکومت ما رو تا همه روزی کثافتی را برده که ما ناموس خود دفاع کردن نمیتونیم. یک مرده که سیاستمدار اروپا میره دختری 18 ساله شما رو میبرد بغل میکنه، دگردش 50 دختر یا مرد جمع میکنه، دستپک بوسه کنه، بعد میبرد مهمانخانه. تا کی برادران ما اونیزم زندگی میکنیم؟ تا کی ما کلت درنکی میخوریم؟ من فکر میکنیم ما در اروپا اومدیم، ما کیف صفا میکنیم. ما الله شاهده که شب و روز در فکر وطن هستیم که مومنت پدخدیش رو منتظر هستیم، میخوایم که وطن برگردیم. این سگ بچه رحمانov ما سرنگون باید کنیم. کدام طرفدار رحمانov هستی فراموش نکن که به خدا قسم ما هیچ نمیبخشیم شما را. ما بعضی وقت میشه که ملایم گپ میزنیم، بعضی وقت میشه که خاموش میستیم. شما فکر نکنید که ما راضی هستیم به همین ظلم شما، به کثافت شما که امروز بسر مردم بدخشان. امروز ما دیدم ویدیو را که به خدا قسم طاقت نکردم. همین روز در بوروخ در دیگر نویه ها بود، الکی تمام بوروخ پر به دست گرفتین، نویه اسپره رو پر به دست گرفتین. میخواین میره خانه های ما قلپوشش کاسته خوب میکنین، میخواین خواهرای ما رو عدل میبرین، 4-5 نفره کور بور حرام تون میکنین. امروز نوبت به بدخشان رسیده که آخرین مرز است اینجا. برای همین ما از همه تو خواهش میکنم اگر خواست مرحمت بیاین بلیط رو میگیریم میخیزیم. اگر کشتن ما توکل ما به الله است که یک دفعه میمیریم باید مردانه وار بمیریم.
اگر که نکشتن ما انشالله ما وطن خود آزاد میکنیم بعد آباد میکنیم. خواهش ما از همتون همه بس کنیم گپ خالی را مسکو ده بچه را جمع کردن پاسوس بده ایستو جمع کردن جمع نکنین مثل ایزد همون جمع کردن نیم شب فروختن در ترمش ده بیچاره بچه دعوت کنین بیاین برادر شفا جان تاجیکستان بریم. اگر خواستیم بریم تاجیکستان در تاجیکستان بخیزیم در دوشنبه در بدخشان در سوغنه در دوشنبه بخیزیم این سگ بچه رحمان و پیکو مردم که امروز تیر کشیده ما هم تیر کشیده میتونیم جنگ کردن ما هم میتونیم. از این سبب فکری ما همیه برادر خواهش ما آخر سخن برادر شوکت محمد یک آخر سخن بیدن که بگم که برادرانی که حاضی مرا میفهمند میشنوند بالله قسم میگم 2012 سال شب و روزی که جنگ سر شد من خودم در مختار کوهستان بدخشان بودم به خدا قسم میگم من دروغ نمیگم چی خیلی که همون 2012 سال 15 ماشین از ونج و 15 ماشین از دروازه 15 ماشین از گلان 15 ماشین از اشکاشیم از هر یک ناحیه 15 ماشین مردو جوان مردو خیس بودن رفته بودن اینمی خیلی برادرها باید از هر یک ناحیه و ولایت ها باید بروند. ای مردم کولو به خدا قسم شما فکر نکنید که این رحمانوف این روز به مردم بدخشان کرد به مردم شما نمیکنه. به خدا قسم چی ظلم و ظالمی هستی به مردم کولو باید همش. ای مردم کولو به خدا حاضر فرصت است بیایم برادرها همه کسی یک جای شویم ما هم به خدا اکای شفقت من میپره که بریم تاجیکستان حاضر همین وقت شده که این ملت ما را کشته است برای که یک وقت نه که تو گپای قوی نزد یا که گپای چی نزد آخی ما را میکشند برادرای ما را کشته استیان خواهرای ما را تجاوز کرده استیان. این پدر لعنت رحمانوف از هیچ کسی ترسی نداره برادر شفقت محمد. این اگر دمه عادل نی پرسیشه این میگه من خدایم این امام رحمان اعظم الله این میگه من خدایم این از یگان چی هم نمیترسه. برادر جانو یک جا باشین و نمونین که این مردمی بدخشان خار و زاری را ببینن این روزای سخته. برادرایی که از امنیت هستین از چی سترکتورای بیانی هستین برادرها برای رحمانوف شیده دست به کشتن ملت خود نزنین شما کار خطایی میکنید. اکا شفقت جان بخشش من با همین مخالفان خطاب میکنم. خطاب من با مخالفانه که خودشون مخالف گری نمیگیرن کلی مردم رو 5 سال 6 سال جمع کردین کیوی کشریوک زیربان از پولی گرفتین دیگه طرفداری پولی گرفتین دیگه چی گرفتین برای یک کاغذ $1000 رو گرفتین. امروز نوبت او رسیده است که بخیزین سرداری کنین مردم بیاین انقلاب سر کنین. تشکیل شما که مسئولیت به گردن گرفتین بعضیو و شما رو نمیگم اکای شفقت جان همونایی که کیوی کشریوک دارن دیگه چی دوران زبیرکارت دارن. خطاب من به همونو هست بس کنین این شیطونیتونه بس کنین زنکا رو برآورده ویدیو کرده بر دروغ که گویا این خواهر ما به مشکلی زده است پولی مهاجره که از بیچاره از ترویکه میپرتویند اصلا این پولشان و پولا را بین خودتون تقسیم کرده کایتو سپو کرده گشتن در اروپا و در دیگر کشورها. این فکر ملت کنیم به خدا قسم اگر که شما فکر میکنید که ما را لخ کردگی مردم لخ کردگی این ملت شیر مردوی دوره که به خدا قسم از بینیتون خود میریزونه. فهمیدین برادر مخالف اگر مخالف باشن بخیزه مسئولیت به گردن گرفتید با پیش بس کنید لخطر و بازی را. سلامت باشه برادر شوکت محمد. یک ملاحظه دارم به خودتان به برادر یک ملاحظه دارم برادر عزیز. ببینید معاملات سیاسی ما خیلی سالها شده است و یگان بار کیوی کشریوک هم نکشودیم زبیر بانک هم نکردیم و حالا برادر عزیز کوشش به خرج میدهیم که همین کیوی کشریوک هم نداشته باشیم زبیر بانک هم نداشته باشیم. اما یک چیز دونسته مانید برادر عزیز نگاه کنید این راهی است که اگر با تمام وجودی هستیت برگشتن در کار به تاجیکستان برگشتن در کار من اونهایی که کیوی کشریوک دارند کارت زبیربانک دارند من اونها رو درک میکنم برگشتن در کار به تاجیکستان اگر با تمام وجودی هستیت به همین کار آوره باشی این کار یگان تیپ پول ندارد برادر عزیز
یگان که پول نداره و مجبور هستی که این کار رو یک نیمه یک سومونی و کی وقتت شود یک بار بیایی یک برنامه کنی یک چیز کنی و خیزی بروی. اگر اون برادرانی که تمام وجودی هستیشونه به همین بخشیدگی هستند، به همین راه بخشیدگی هستند، به همین گپ زدن و برنامه کردن و مبارزه بردن بخشیدگی هستند، اونها ما این را باید درک کنیم که اونها فرزند دارند، فرزند مکتب خوان دارند. یک فرزندت همین از خونه بیرون برایت بی پول بیرون نمیبراید. یک فرزندت دستش قبیده مگزین روی از پیش او مگزین از خصوصا مگزین های بچگانه باشد، مغازه های بچگانه باشد، گذشتن مشکل است. در کیسه پول نداشته باشید. ما باید بجای این گونه تنبیه ها، بجای این گونه طعنه ها، نفرانی که حالا در مبارزه هستند و شب نخفته روز نگفته مبارزه برده ایستادند، کیوی کشیلوک و زبیربانک رو ما خودمون باید تشکیل کنیم، اونها رو دستگیری کنیم. حالا ببینید وقتی که چرا حالا از مثلا شما میتونید از من بپرسید که چرا من زبیربانک نموندم، چرا مثلا کیوی کشیلوک نموندم؟ برای آن که حالا نفران دور اون طرف ایستاد، مردمی تاجیکستان اون طرف ایستاد، حکومتدارا اون طرف ایستاد که هر یک گپشان خواجه خارجی شما پول بشده این کار کرده ایستادید، برای مبلغ شده این کار کرده ایستادید، اونها فکر میکنن. حالا ببینید یک برادر ریمان رمضان حسینیان که از دست همین رژیم پناهنده شده در کشورهای اروپایی دارد، این هم همین فکر رو دارد. این مصیبت آور. برادر شوکت جان، من اثبات دارم، از همین سبب میگم. اکا فهمیدین؟ برادر رمضان، من از همون وقتی که عربی پر گپ سر کرده من مخالف این گپ زنیتون بودم، لیکن با صبر تا آخر گپتون رو گوش کردم. اما خواهش میکنم به بسیار مسئله ها، من نفری نیستم که زبیربانک ماندک باشم یا کیوی کشیلوک ماندک باشم جانم درد کند. لیکن برادر عزیز، وقتی که ما یک مسئله رو بررسی میکنیم خواهش میکنم که همین مسئله رو همه جنبه هایش رو فکر کنیم، همه جنبه هایش رو فکر کنیم. اگر ما حالا ببینید چند نفر برآمدن مرا گفتن که تو مسئله خارق رو یک طرفه میبینی. من مسئله خارق رو هر دو طرفش هم دیدن نمیخواهم. حالا به یک چیز خیام الدین اشاره کرد، گفت که حالا فردا همه جا این خیر شده میرود اون خیر شده میرود. برادر عزیز، من همین مسئله خارق را از هر دو جهتش هم دیدن نمیخوام، نه از با چشم حکومتی ها دیدن میخوام، نه با چشم همین نفرانه که به تظاهر برآمدن. من میخواهم که آدمگری غالب بیاید، انسانیگری غالب بیاید. نخواد یک نفر جنایت کار رو بازداشت کردن نتونست سویش تیر کشویی. تو برای چی مشق کرده بودی؟ تو برای چی تعلیم دیده بودی؟ همین تعلیم دیدگیت همین میشن گرفتن پراندن است. از این میبراید که تو هیچی تعلیم نداری، اخلاق نداری، آداب نداری، کریمینالیستی رو نمیفهمی، یک تاکتیکی بازداشت کنی رو نمیدونی، یک بیسواده بردن فرستادن که فلان جنایتکار رو قبضه بیا. 4 تا بیسواده فرستادن، نه یکش جوان مرگ مرده است. همین این مصیبت است برادر عزیز. مصیبت همین است که وقتی که تو 30 سال باز حکومت داشته ایستاده‌ای، وقتی که میبینی که یک مردم آزادانه سربلندانه حرف خودشون رو گفته میگردن به دخترشون چشم الا کنی جزایت رو میدهند، این به تو معقول نباشد و سوی مردم تیر کشویی. این مصیبت است برادر عزیز برای من. برای همین برادر عزیز خواهش میکنم همین مسئله رو با یک نظری وسیع ببینیم و حالا ببینید همین حکومتی ها ماندن. برادر رمضان اکنون هم برادری خودمون بگوید که حالا ببینید بینیتون زده خون میکشونید. این گپ بخور برادر نشده است، این خیلی نادرستیه. برادر رمضان، برادر شوکت جان گوش کنید، من از 2014 باز زندگی خود پرت افتم. من نه بیزنس داشتم، من نه
سیاستمدار بودم، کابینت نداشتم، من وظیفه نداشتم. برای ملت و خلق که خواستم، من دیدم که زمینای ما را میفروشند، تجاوز میکنند، همه کاری که در دین است، در دیگه قانون نیست، برای ما میکنه همه تجاوزه. من هم زندگی داشتم برادر. من 7 سال میشه که در بدر هستم، 31 درآمدم، زن نگرفتم، از پشت همین مبارزه برده استادم. باز شما میگه که خیر و خیر مسئولیتی که به گردن گرفتیم کی انقلاب میشه داکا ما بیش نمیگردیم در بدر رنگ سیگار. آخه بیاین مسئولیت کته گرفته خودش لیدر اعلام کرده انقلاب اعلام کنیم بریم اکا. امروز بدخشان تجاوز میکنم، به خدا قسم آخرین توچکا اکا. برادر از یک دقیقه همین مسئله برادر از خب انقلاب خیزن بیام بریم حالا همین مسئله هست که مسئله رو من تنبیه کنم. یکی اکثر وقت در جای هستیم که بسیار غلاغل زیاد است. حالا ببینید برادر عزیز، میکروفونتون رو خاموش کردیم چون که صدای غیری نبیاد، من گپ بزنم سونی با شما گپ بزنید. نگاه کنید برادر عزیز، از همه نفره که فکر میکنم همین تنگ میگیرد همین مسئله رو من ازم، لیکن بسیاری وقتی که حرفای خودم رو، گفته های خودم رو از جانب مقابل به اون نفره که گفته شدم باید بخیزیم برویم فکر اندیشه هایش رو میگیرم، میبینم که خیلی تنگ فکر میکردم، خیلی کوتاه فکر میکردم و اینه که من میاندیشم همه گپ همون نبوده است و دیگر گپ هایم وجود داشته است. برادر عزیز، حالا خوشبختانه من به یک چیز اشاره میکنم، حالا خوشبختانه در مخالفین کسانی وجود دارند که مدار سیاسیشان یک سر و گردن بالا از همون سیاست مدارای تاجیکستان است. مسئله سیاست میفهمیدگیشان، تاکتیک های سیاسیشان و در مبارزه سیاسی بودگیشان، یعنی تجربه مبارزه سیاسی داشتگیشان یک سر و گردن بالا از همین حکومتدارای ما است. حالا خوشبختانه چنین است. اگر باور کنید ما این گونه رهبریت نمی داشتیم، این گونه برادران نمی داشتیم، این گونه دوستان نمی داشتیم که یک کم به سیاست صرفا می روند، یک کم تاکتیک های سیاسی دارند، خودشان معلوماتشان سیاسی است، ما این گونه نفران رو اگر نمی داشتیم برادر، باور کنید با این فکر و اندیشه های احساساتی کیها خودمون رو با کشتن داده بودیم، دیگه آدمی گمبزدگی نمونده بود. کیها. حالا همین داعشی ها رو ببینید چی شدن. وقتی که در بینشان یک آدمی همین یک درست تصورات داشتگی نبود، از تاجیکستان از تمام دنیا بردن، همه یک اون در بینشان 80% بچه های بناموس بود، بچه های علمدار بود و مشکل آن است که عقلشان، هوششان دزدیده شد، از شجاعتشان، از جسارتشان استفاده شد، آنها مخشویی شدند، بردن همشان را کشتند، بردن به کشتن دادن. خیلی کم نفران موند که گریخته باشند یا از همین داعشی ها پنهان شده باشند و جانشان را به سلامت برده باشند، همشان نابود شدند، تا زنشان، تا دختر خانهشان، تا فرزندشان نابود شدند. دیگه کی در صفشانش تو سلاح به دست میگیرد و ضد بشار اسد مبارزه میبرد و ضد یا که طاغوت‌های دیگر مبارزه میبرد؟ نماندن، خودشان را به کشتن دادن. برادر عزیز، برای چی؟ برای که در بینشان نفران نبود که این مسئله های تاکتیکی رو ببینند. همون فکر اندیشه های تون، فکر اندیشه های یک جانبه آنها رو به کشتن داد. حالا ببینید ما هم با همین چی، حالا بخیزیم بریم گفته شدیم، هم بخیزیم بریم رویم خودمان رو به کشتن دیم. رمضان حسینیان رفت خودش رو به کشتن داد، شوکت محمد رفت خودش رو به کشتن داد، محمد اقبال صدرالدین رفت خودش رو به کشتن داد. و باور کنید اگر با یک بار دیگه ما خودمون با دست خودمون یک کارهای هراس افکنی میکنیم، یعنی ببینید اگر همین نفرانی که رفتن خودشان را به کشتن دادن، این کارشان یک نمودی هراس افکنی است. با دست خودمون ما هراس افکنی میکنیم و مردم را میترسونیم. چگونه؟ همان گونه که مردم پخته نرسیده
ما چیکار میکنیم؟ به جایی که مردم به آن آماده نشده است کشاله میکنیم. برادر یک مثال کوتاه میبرم. چند برنامه پیشتر گفته بودم. همین تخم مرغ، از تخم مرغ برادر عزیز چوجه میبراید. وقتی که در همین تگ آچش میایستد تخم، قریبی وقتی رسیدنش تخم به جنبش میدراید. اگر تو فکر کنی که به همین کمک کردن در کار همین چوجه قریب تیار شده است، آماده شده است، فقط زورش نرسیده ایستاده است که همین پوسلاخ تخم را بشکند و براید، تو این را فکر میکنی، میگویی بیا کمکش کنم، میروی همین پوچاق سفیدی تخم را میشکنی که میبینی درست است چوجه به جنبش در آمده است، در حالت جنبش است، لیکن حالا نرسیده است و سبب به کشتن دادن او میشوی، سبب مرگ او میشوی. یعنی چوجه نرسیده میمیرد، تو فکر میکنی به او کمک کنی، لیکن تو کمک میکنی تا او بمیرد. وقتی که چوجه به جنبش در آمد، آچه‌اش چیکار میکند؟ با جویه‌هایش رو عوض میکند تا دیگرانش هم مثل این به جنبش درآیند و به پخته رسیدن تیار شوند. همش به یک بارگی. وقتی که شد، اگر آچه‌اش میبیند آنها پخته رسیده باشند، بانولش کمتر کمک میکند و همش به یک بارگی میخیزد، میبراید چوجه های تیار. اکه شفقت جان، زرد ما کمه، بخشش برادر جان. ما هم همین رنگ تخم، رنگ چوجه در تگ اوچه ما میگشتیم، در همون بورخ نوشه مبارزه نمیبرومدیم. تخم و پخم همش داونیم کوری گریل تیار شدگی بود. اکه همین ششلیک شدگی خوردن دکوره، مردم جمع کردن دکوره، خیزوندن دکوره. قرغیز 4 دفعه انقلاب کرده در گروزیا، در اوکراین، در کلی جا. تاجیک تماشابین همه کار کردن. اکه به خدا مسجدها رو بستن، زمینا رو فروختن. دیگه چی کنیم اکه؟ چیش مونده؟ برادر عزیز، درست گروزیا گفتید، یک جای دیگر گفتید. ما به قرغیز من چند بار قرغیز رو الگو میگیرم، لیکن منتالیتی مردم میکنم. ما سالها، حالا همین مخالفین گپ زدید، من حالا طرف مخالفین گرفته شدم، سالها این مخالفین مردم را صبر گفته شدن. حالا وقت لازم است که این مردم با بار دیگر خستن در کار گفته بیدار کنی. مردم خوابوندیم، با این مردم وقت لازم است که بیدار کنی. این یک. طرف دیگری مسئله این است که 30 سال باز این مردم ما سرکوب شده است و برای بیدار کردن این مردم یک کم مهنت کردن در کار است، تنبلی نکردن در کار. برادر عزیز، بیایید ما برای بیداری این مردم کار کنیم. و حالا ببینید، اگر ما یک راه درست مبارزه رو براه مانیم، یک تاکتیک های درست مبارزه رو براه مانیم، شاید حالا گفته شده بینیت خون میکشوینم، و چند کسی دیگر گفت ناخونه طرفته میکنم، شاید به یگانت این نیاز نماند، به یگانت شاید نیاز نماند. حالا ببینید برادر عزیز، انشاءالله که به این روز میرسیم. سلامت باشید. خوب انشاءالله اکا، خدا نگهبانتون باشه. تشکر. سلامت باشید. دیگران رو پیوست کنید. ابوبکر. رحمت الله و برکات اکا شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. قربان اکا جان. زنده باشید. امام علی رحمان استعفا، لعنت کرده الله، استعفا دیکتاتور. تمام کردید. بله اکا جان، خداوند نگهبانتون باشه. تشکر. نفر دیگر میفرمایید. عبدالرحمن بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برای خیام الدین زنگ زدیم که بسیاری باید طول کشیده. خیام الدین حتما پیگیری میکنم، باور دارم که حرفای شما را گوش میکنم. برای همه قطری خوشرو گپ میزنه و دور و دراز اتومات باره. مقصد چون دانشمند میگیرن چی میگیرن، آخر دمیان با همه مردم رو میگیرن، با خواب کنه، خاموش کنه، صبر کنه خیلی کنه. آخر تو که صبر کنه. بچه ها که 5 ماه همون کشتن در روسیه، پلیسای روسیه، صبر کنه.
نه یا گنرالت گاب زد نه پرزیدنتت گاب زد نه یا وزیرت گاب زد دختره که 6 سالمون و 4 سالمون رو تجاوز کردن کشتن با اینمی خیامالدین واری آدما و اونو عبدو و لعنتی ها عقل نداشته باشن که یه بار نمیگن فکر نمیکنن که برای چی پرزیدنتی ما خدا لعنتش کنه وزیرای ما گنرالای ما برای چی برای این ملت یک بار گپ نمیزنن برای چی این ملت کشته میشه و یک بار گپ نمیزنن میخیزن رنگی کلاشنیکوف واری بگی در مقعد چون یکم چی را زدگیان چیپا همین گپ میزنن سبحان الله فکر نمیکنن ملت ما را کشته است یا کی کشته است امام علی کشته است برای شما در یکم جای وجودتان ترید یکم جای شما درد نمیکنن وقتی که فرزند این ملت کشته میشه خیامالدین ای سرت مانا دیپلم دانشمند بالله خود بزنه توری دانشمند تا وقتی که فرزندی ترا نکشن ترا دردت نمیکنه وقتی برای ما فرق نداره بدخشانی را میکشن حصاری را میکشن او جگری مای پوستی مای برای خیامالدین هیچ جاش درد نمیکنه برای امام علی ما میدونیم درد نمیکنه سیمومین یتینف الله لعنتش کنه هیچ جاش درد نمیکنه او حاضرن که میلیون ها میلیون تاجیک بکشن برای او همین دوشنبه بسنده و دیوس بیناموس به شرف به غیرت خیامالدین خدا لعنت کنه ترا وقتی تو دانشمند تو عقل نداری میخیزی سبل کنه هر رنگ اتومات گاو میزنی تو چی خیلی دانشمندی دختره که 4 ساله تون میکشن تجاوز میکشن در کجا بودی خیامالدین یه بار بخیزی بگوی که ای ملت ای وزیر ای گنرال اخی ملت ما را کشته است یا پلیس کشت کودک 5 بار 2015 پلیس سنت پترزبورگ بردن در عدل پلیسای کشتنش در کجا بودی خیامالدین گوشاد لقا دیپلمات ایسارت بمونه برای چی یکم جای شما درد نمیکنن وقتی این ملت کشته میشه برای چی شما مسلمان میگین خونه والله ای مسلمانی شما بو نیست شما به شرف به ناموس به غیرت ندارن این ملت شما غیرت شما کشتین جسارت این ملت کشتین 4 کودک برو وردین چاپلوس کردن شیطانی کردن برای یک کاسه آش برای یک کورس کروتاب 4 چاپلوس تیار کردن 4 بلاگری چوما سمی چخیلیشون بگم پاسکودا پاتاسکوخای سمی последний сорт یادم گرفتیم برو وردین بلاگر موندن تعریف یک دیوس بناموس میکنه این ملت شما کشتین ملت زنده با زنده غیرت ما را کشتین جسارت ما را کشتین ما را بناموس کردین ابله برای ما اگر او بلاگرها گپ خیامالدین میگفت پنیاد نبود که او بلاگره او عقل نداره او یا زبان داره و یا تلفن در پیشش ام پتا میکنه که پگا بچه امام علی یگان سمش بوده یا که مقصد آزاده یگان پاسپورتوش بوده یا سیمومین یتیموف یا رمضان رحیمی زاده کدام سگ امام علی یگان چی برسه برای بلاگی وقتی یک دانشمند میخیزه رنگی توتی واری تو میکنه آدم دردش میکنه بسیار خوب وجودی ما را درد میگیره که دانشمندای ما چوما هم برای که حرام خور شدگیان کروپسیونر شدگیان نمیفورشون ای همون وظیفه‌های دانشمندی روسیایی 1000 سومه آیلیکشون یک دولت ساز کنن که هیچ که عبدالرحمن حالا نفران دیگر خواهش کرده شدن که به آنها هم نوبت بدهیم سلامت باشه مادر جگر گپ میزنید بسیار فقط در نوبت حالا من گپتان رو نبریدم کوشش کنید که در نوبت های دیگر به تحقیر به حقارت گپ زدید قبادیان بفرمایید قبادیان هستید همسری خورشید بفرمایید السلام علیکم اکای شوکت محمد رحمت الله برکاته همین امروز کارمندان امنیت بسیار فعال بودن و نسبت شما بسیار تهمت ها کردن شما وقتتون صرف کرده اینا و نفهمونید اما روسا میگن کجر سودت پسیبه
چون خودشان زمین مردم میدزدن میگیرن، خودشان در حق و خش و تواراشان ظلم میکنن، دست به جنایت میزنن. برای همین فکر میکنن که دیگرها هم همه خیلن. تا دلیل نداشته باشن نماند گپ زدن، وقت بهوده میگیرن. بعد اینها بخصوص همین یک تا سیاست شناس بودن، همجا گپ زدن، به شما تهدید کردن، به همه مبارزان که با احساسات مردم بازی نکنید. همین تهدیدش را نسبت حکومت کنه چی؟ نه تنها حکومتی ها با احساسات مردم بازی میکنن، حق و حقوق و احساسات مردم پایمال میکنن. و اگر برادر رمضان میگن که نه ما باید بریم جنگ کنیم، نه، همین بودن همین پلتفرم مبارزان برای اینا یک بدتر از یک جنگ، چون همه قدر تهدید حس کرده ایستادن نسبت خودشان، برای همین امروز بیقرار زنگ زدن. باور کنید این همین بودن شما این نشان دهنده این است که جنایت حکومت به جواب نیست، به عکس العمل مردم نیست. جنایتشان ما میدانیم و نسبت جنایتشان ما خواهیم گپ زد، خواهیم عکس العمل نشان داد انشالله. بعد همین دینه در برنامه اکا محمد اقبال یک برادر زنگ زدن، گفتن که اگر من پشتیبانی کنم یک خواهرم، یک مادری تاجیک مسلمان را و در همین راه کشته شوم، آیا من شهید میشم یا نه؟ من چه خیلی که فهمیدم اکا محمد اقبال گفتن که بله شهید میشی، حکم شهیدی را دادن. پس از همین گپ من خلاصه میبرم که همون برادری که در خاروخ کشته شدن حکم شهید را دارن و من دعوت میکنم که در حقشان قرآن خوانیم و کسی که امکانیت دارد حتما باید در سفارتخانه تاجیکستان رفته روبروی همون سفارتخانه با همراه مردم بدخشان راست ایستند. این به فکر من قرض است برای که خداوند کریم هر یک تای مایا به همون امکانیت هایی که به ما دادن مایا جواب خواهم پرسید انشاءالله. برای همین همون هم میخوام گفتن که با مردم بدخشان انشاءالله نه تنها صبر بلکه شجاعت ما هم انشاءالله هستیم، دعا میکنیم. این نه تنها یکم مثالی که این کار کردن، لیکن اینا یکم بار دیده ایستادن که مردم جواب داده ایستادن. برای همین من حس کردم که ترسیده ایستادن. برای همین رحمت اکا شفقت محمد، تشکر زیاد به شما برادر. خارزی یک زنگ از واتساپ قبول بکنید. الو السلام علیکم اکا شفقت. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا جان ما خواستم با شما چند وقت گفتم صحبت کنم. یعنی شما همین ملایی میفهمونین و گپ بسیار خوشو تاخیر گوش میکنین و تاخیر میفهمونین اکا جان. اکا شوکت یکم هم برادر برآمد و مخالفا گفت که کیوی میکنن کارتا میکنن، گپ 100% محقق با تن خودش گپ زنه دیگه رو در کار نداره. ما گفتگیم اولا که کیوی کارتا که دیگه ایده خوش نشه برادری که ما را هم گپ گفتی گوش که مورد دیگه موضوع برگردید برادر عزیز. آنها که ما صحبت مالی گپ نیست. و ما با چی گفتنیم اکا شوکت که همین نمیشه شما همین مخالفا اکا جان آنا همین ملاده اگه هم زبسکر رو اکنین یا اگه هم چیه خیلی رو اکنین که همین در قبل مثال هم طرف اخمون شود از دیگه ای ملاده هم مثال بباسته میکنه که این بسیار سخانی همین چیزی زرایده تا که همین حکومت در تاجیکستان برادر عزیز در تاجیکستان ملایی که جانب حق است از الله میترسد خودش را کنار گرفته است، یگان چوپانی یگان دهقانی همین خیلی چیزها رو پیشه گرفته کایها از بحر ملاگی برآمده است. چون که ملاگی کرده امروز واقعیت را گفته، حقیقت را گفته، عدالت را گفته زندگی کرده نمی شود. آنهایی که یک زمره ملاهای هستند در تاجیکستان، امام خطیب هستند، متولی مسجد هستند، مؤذن مسجد هستند و قضاها، یا که خطیب هستند و خطبه میخونند و مردم نصیحت میکنند و فکر میکنند که
هرچی هم یک قسمشون همیشه فکر میکنن که هرچی هم باشد از همین فرصت استفاده برده هیچ نه به مردم قطعی نماز میخونیم که مردم نمازش خوانده میتیم که هیچ نه مردم جنازش خوانده میتیم هیچ نه مرده مردم برده جنازش خوانده گور میکنیم و هیچ نه معرکه مردم بیمولا نمیموند که هیچ نه یک کلمه باشد هم گفته شدیم که گفته فکر کرده شدن یک قسمشون خلاص و تقریبا بیشتری آنهایی که امروز در تاجیکستان هستند و ملوگی کرده شدند ملو نیستند آنها انامین کسلیسی انامین حکومت هستند 800 سومانی یا 1200 سومانی حکومت معاش میدهد به آنها نگران همین هستند و یک نفر رو دم میاندازند 5 سومون میتیه یک نفر رو دم میاندازند 3 سومون میتیه قایترمه میکنند چلیاسون میخونند روزشون به همین میگذارد تنبلند نه مثل او دیگر رو دهقانی کرده میتونن نه چوپانی کرده میتونن نه یگان تجارت کرده میتونن روزشون به همین پول مردم کیسه مردم مونده است اونها ملو نیستند و همین چشمشون در همین کیسه مردم است اگر میدونن که اگر از این ملوگیشون دست کشن دیگه رزق رو از الله نمیدونن رزق رو از همین مردم میدونن برای همین کسلیسی میکنن برای همین چوپلوسی میکنن برای همین ترس از خدا از دلشون رفتگی است ترس از حکومت در دلشون جوش شدگی است برادر عزیز با اونها چه خیلی هم توری اکای شوکت گپ شما قبول هم شد ما دم سخن شما بسیار معقول همین سخن که هم بردار گفتن که وقتی که تخم نرسه به بچه اومدنش وقتی حقیقتا در بسیار مردم ولی خوبن با خدا اکا جان بسیار مردم خوبه ما میبینیم اخی انا امیر در هم بزرگ هم اکا جان قراسچه کردن در کل همین رنگی ویزیتکا بود خواهی اچورا که همین مثال کانال شما را اصلاح اونو بسیار هم مبارزه را تماشا کنن اکا همین مثال ما هم شیر خیلی ما همی ایده هم کلمشه و کمش نواسته بیاید همین پیشنهاد شما تقویت میبخشم برادر عزیز کسایی که حالا ما تماشا کرده ایستادید همین برنامه ما عین حال توسط شبکه ماهواره‌ای ایتلسات 7B در تاجیکستان و در تمام جهان توسط ماهواره توسط سپوتنیک نمایش داده شده ایستاده است در تلویزیون ماهواره‌ای همین حاضر برآمد کرده ایستاده ما انمی برآمد ما انمی صحبت ما توسط رادیوی پیام رادیوی اینترنتی پخش شده ایستاده است و ضمیمش در اینترنت در پلی مارکت هم هست برای تلفن های iOS یعنی آیفون و اینها هم هست شما میتونید به پلی مارکت وارد شوید یعنی و گوگل پلی همگی فقط تنها رادیوی پیام نویسید علاقه میبراید باز رادیوی پیام سایت دارد رادیو پیام نقطه نت وقتی که می نویسید رادیو پیام نقطه نت با گوگل با یاندکس یعنی سایت رادیوی پیام میبراید و شما می توانید که ما را اگر این خیلی ویدیو تماشا کردن شرایط نداشته باشید توسط رادیو رو یعنی انگشت میزنید رادیو علاقه به کار میدارید یک ناوشنیک به گوشتون میمونید شکتورکه میکنید شپکلوفکه میکنید گیپس کاردون میزنید خشت میزنید زده رفتن میگیرید و برنامه ما رو گوش کردن میگیرید و تمام همه برنامه های ما و تمام مطلب های ما در پایگاه پیام نقطه نت و طور خطی خبرهای ما نشر میشوند در یک روز ما از 10-15 تا 25-30 خبر می نویسیم از دیگر رسانه ها بازرسانی میکنیم خبرهای خودمون رو می نویسیم برای همین هم برادر خواهران عزیز تماشاگران عزیز ما رو پیگیری کنید ما اینچنین تلگرام کانال داریم نام تلگرام کانال رادیوی پیام است در اونجا تمامی برنامه‌های رادیویی گذاشته می شود و تمامی خبرها دوام روز گذاشته می شود تشکر برادر عزیز حالا سعدالله بفرمایید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خیلی روز یک خونریزی شده خداوند اخیاچ بخیر کنه فکر شخصی ما بیا بازی حکومت های بعداً می برادرای مخالف برادرای که نه یا سال شید یک نیم سال شید برآمدین خیلی اینا برادر عبدالرحمن برآمدی 6 2014 های
ما وقتی همچو برادر ما شما را دوست می‌دارم، همچو اکای خونیم، برادر خونیم، با خدا قسم. ای برادرو، همین کامت که برای همین انقلاب، برای خون، برای یک چیز همین فکر کرده، همین جبر آمده گپ زده استین، برادرو تحکورتی غشتی اولی همون فکرتون خطا های. دعوت های مقصد این برادرو دعوت. این برای برادر عبدالرحمن گفتی که گرفتین پول جمع کردین، گرفتین است کردین، گرفتین اوسو کردین. مقصد برادر شما رو برادر دور اینجا، برادر دور اینجا، برادر سعدالله ما شما رو داشتم. التماس حکمون کم. برادر یک سوال میتونم بعد دوم. یگان بار در یگان جا من کیوی کشلیاک سیبر بانک کارت یگان کارت دیگر اعلان کردن هم دیدید؟ نه ندیدم. کدام برادر بیست بروید به این برنامه های نفرانی که کیوی کشلیاک دارند و کارت سیبر بانک دارند. حالا وقتی ما رو نگیرید برادر. کلوب 34 بفرمایید. کلوب 24. سلام علیکم آقای شوکت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استفار رحمانوف، ما خطاب دارم با دامولای کلوب، دامولای پال ملای کلوب. حاجی میرزا کلانشون 10 میلیون 1 میلیون آدم بالچی داری، پاسپورت داری. نازات شناخت در اینترنت، گروه 24 شناخت درآمدی تماشا کرد. نازاتیو بکش کمیاس بکش نازاتیو گروه 24 یافتی تماشا کردی، ایتاری گپ زدی. اینا حاضی امروز چی با نامه برای گپ زنی؟ همیشه باید تو گوش میکنی، برای که میدروی تماشا میکنی. من خدمت سغرای کلوب، من برای شما گپ دارم. با برای نقطه گپ زنین. یک میونه کمبغلا را نصیحت میکنین، دایوسو در پیشتون چی با نصیحت چون میکنین؟ حاجی میرزا نازات شناختی، گروه 24 شناختی. اون چی دوزه جنگ دوزه رو میگویم تو یک جنگ دوزگاه خطی ببرو گپ زد. من خدمت سغرای کلوب ببرو ایتان گپ زد خلق چیکو. دامون خدوان نگهبان تماشا که شفقت. سلام علیکم. استفار رحمانوف. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. چی گفتن برادر عزیز که با همه مردم کلوب با مردم پامیر بدخشان امروز که با خانواده‌ای که امروز با جام شهادت رسیدن، اون برادرایی که شهید شدن، با همدردی خدمت پیشنهاد میکنم که الله مهربان و برادرایی که شهید شدن در داخل بدخشان الله شهادتشون قبول بگردانه. الله مهربان خانواده او را، زن و فرزنداشون، پدر و مادرشون صبر جمعی نصیب بگردانه. چی گفتن با امام علی رحمان؟ بس است، قتل بس است، کشتار بس است، ظلم بس است. مردم افگار شده است. مردم بدخشان، تمام مردم تاجیکستان افگار شده است از کشتار، از ظلم، از غریبی، از مهاجرت افکار شده است. انشاءالله که خودت میگردی میگوی در پیامت که در سیاست دخالت نکنین. خودت مردم تاجیک، مردم مسلمان تاجیکستان خودت مجبور کسته که در سیاست خودت دخالت کنه. برادر عزیز چی گفتن این است که خیز این برادرای عزیز، برادرایی که تاجیکستان دستگیری کنیم، این مردم میره یک جای شویم. بس از محلچگی مون کلوبی مون پومرین غرمی، چمنزاریم و از یک شاخزاریم. تمیز و رنگ و بو بر ما حرام است که تو بگوی من پومری هستم، تو بگوی من کلوبی هستم، تو بگوی من غرمی هستم. ما پرورده یک نوبهاریم. الحمدلله که ما مسلمانیم. امروز که ما نخستیم از مردم پومیر دفاع نکردیم، از پشتی مردم پومیر گپ نزدیم، فردا میام مردم وانجا و فردا میام مردم کلوبا هم خیلی میروه که ما وقتی خاموش استادیم هم خیلی ما را شهید میکنن، ما را میکشن. واقعی در پناه الله باشین مردم تاجیکستان. تشکر.
الو قبادیان سلام علیکم اکا. و علیکم السلام و رحمت الله. گپ نداده بودید شما قبادیان؟ یه بار در اومدم نتونستم گپ زده اوضاعتون نامد اوضاعم پریشید بر اومدم همین بهار که یک قریب 1 ساعت شده همین جاییم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با یک بار دیگر برادر که همین گفتنی بودم که همین شو مثلا همین خیتوی پدرنالات در همین تاجیکستان جو میتیا انا داخل اون اوسگه که همیو خاطی ما اخیر جنگ میکنیم همین میگه خداش پاستای همه چی اشارات میخره همیو همه چی میخره اشارات شو این قتی مثلا همین برادرای ما ارگوتی را ده هم ترکیه ده همو خیتوی مثلا азоб додеста ҳамаи мардуми дунё гап додеста ки ҳамин туркияну хитой нака ҳамун кора мақсад инаи қатия вай ҷурагӣ мекуна мора гӯш намекуна и чӣ хеле фора мора ғам додаиста ҳамин сабаби ҳамин чӣ хеле миллата ин чие ма ич нафаҳмидам ростига и хазоб метиҳам мора забон кӯтоҳ ҳаст забон кӯтоҳ باور کنه به خدا باور که آدما هممون به خدا از جون مصیبت شدیم باور که این دفع کنه همین خیتای باور که این پامیلا این خیلی کردن بود به خدا زنده باشد برادر عزیز. تشکر زیاد به شما. نفر دیگر برآمدن قبادیانی آخر نفری بودن که در برنامه امروزه ما شرکت کردند و سخنرانی کردند. ما طول چند دقیقه آخر تقریبا نیم ساعت این طرف یا کمتر نفر دیگر را به برنامه قبول نکردیم و تماشابینان عزیز باید ما چقدر اندیشه کنیم. ما امروز ملت بودیم. حالا نه فقط من شما شخصان قطاری، حتی در بین نفرانی که ملت چی است درک میکنند، ملت چی است میفهمند و خودشون را زیایی میشناسند، الکی به ملت بودن ما شبهه دارند، شک دارند و گفته شدند که تاجیک از ملت بودن الکی پس رفته است، پایین رفته است، تا ملت بودن نیست الکی. برای چی؟ برای که ببینید یک رژیم در سر قدرت است که بغیر از قبیله خودش، اهل عائله خودش کسی را نمیشناسد. شخص دومی کشور باید از عائله خودش باشد. رئیس دستگاه رئیس جمهوری کشور باید دختری خودش باشد، اینش داماد خودش باشد و یا خسر بچه خودش باشد و کشور را، اداره کشور را به یک قبیله فراورد، تو به یک قبیله فراورده است. وقتی که جهانبینی، فکر، اندیشه رئیس جمهور کشور این طور است، انا همین فکر، اندیشه ما را از ملت بودن به پایین فراورده شده است. اینها هرچند با شعار ملت 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 میگویند، خود همین رئیس جمهور زبان کتی بر 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 ملت 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 میگوید، عملش را ببینید، عملش قبیله است. ملت را چشم دیدن ندارد، ملت بودن را نمیخواهد، انا میخواد قبیله ساخته شده است از قبیله خودش. دیده شدیم در عمل چی است. و حالا ببینید به خاطر آن که به همین بقای قبیلهش خلل نرسد، به سوی ملت ترک شده است. به سوی ملت ترک شده است. حتی یک نفری که میبراید گم میزند به سوی تیر میکشوید. حالا چند زخمی وجود دارد. این نشانگر چی است؟ در هر گوجه پتریه شد، یعنی در هر گوجه‌ای که تلفات به میان آمد،
این نشانگری آن است که در همون ساحه ما کمبودی داریم. همون ساحه از زودی کارش نمیبراید. به ضرر گردانیده شد، به ضرر گردانیده شد، به زور کردید به ضرر گردانی. تمام ملت به ضرر گردانده پاتفته شده. حالا همین مهاجر 3 میلیون حساب شد می، مهاجر در بیرون از تاجیکستان 3 میلیون شد می. یعنی همین ملت را شما مجبور کرده شدید که این 3 میلیون را کشتن که نمیتونید. برای همین مجبور کرده شدید بیرون برایت، یعنی به ضرر گردانیده شود و شما همین خیلی بقای حکومت قبیلویتان را تقویت بخشید و هیچ کس سوی شما چشم بالا نکند، سر بالا نکند، حرف نزند. های گفته شدم خوبتون را با آب گویید. درست است برای از بین بردن ما دیورسانت ها گسیل میکنید، با حکومت هایی که ما در آنجا زندگی میکنیم با مقامات هایش گپ زنان میکنید، پول وعده میکنید، چند همکاری های دیگر وعده میکنید، اما یک در بسته میگویند دروازه گشاده. شوکت از بین رفت، محمد اقبال صدرالدین از بین رفت، حسین اشورف از بین رفت، کبیری از بین رفت، یک چند نفر دیگری که میشناسید از بین رفت. شما عمرعلی قواتف رو میشناختید از بین بردید. عمرعلی قواتف خونش چند تا عمرعلی قواتف از خونی عمرعلی قواتف سبزید. باور کنید فراستتون نیست. فراست گفته که گپ نیست در شما، باور کنید. برای همین وقتی که فراست شما، عقل شما، هوش شما به عصر 21 راست نمی آید، به زندگی همه روزه یا راست نمی آید، خودتون رو عذاب داده چیکار میکنید؟ چیکار میکنید؟ رب همین دزدیدی چقدر؟ یک جزیره خر برو در شب، هیچ کس نه رنگت بیند نه رخسارت بیند. اهل ولایت اگر جمشن نیست شو خور اقلا ملت نجات تی، اقلا ملت از بدیت نجات یابد. چی گپ است؟ باقی در کشوریم عزیزمان تنجی، امانی، آسایشتگی، همبستگی باشد. روز شود که ما هم برگردیم به وطن، با سر بلند زندگی کنیم و کسی حقوق ما را پایمال کند، ما سرمان خم نایستیم و بگوییم که اقلا قانون را احترام کن، اقلا از روی قانون کار بر. تو حقوق ما را پایمال کرده ایستاده‌ای، حقوقم را پایمال نکن. من یک شهروندی برابر حقوق با تو هستم، یک شهروندی کامل حقوقم گفتن توانم یک روز شود. اله آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.